امروز در دفتر کار دکتر سیروس علایی هستیم، نویسنده و پژوهشگر مقیم لندن. درود بر شما دکتر علایی. خیلی خوشحالم که شما تشریف آوردید و امیدوارم که بتوانم به سوالات شما تا حدی که مقدورم باشه جواب بدم. دکتر علایی، در فصلنامه ایران نامه در یکی از شماره‌های اخیرش مقاله‌ای از شما خواندم تحت عنوان چگونگی درگذشت سپهبد علی محمد خادمی، مدیر عامل وقت هواپیمایی ملی ایران هما. میدونیم که در روزهای ملتهب پیش از انقلاب 57 تیمسار خادمی در منزل خودشون در شمال تهران به قتل رسیدن. البته میدونیم که مقامات حکومت نظامی وقت که هنوز در دوران سلطنت پهلوی در اونجا فعال بودند اعلام کردند که آقای خادمی خودکشی کرده. پیش از اون که به جزئیات این مسئله بپردازیم، دوست دارم برای نسل جوان ایرانی که به واسطه تحریف تاریخ توسط جمهوری اسلامی ممکن است گذشته کشور به خوبی آگاه نباشند، اندکی در مورد شخصیت تیمسار خادمی و فعالیت‌های او و خدماتش برای ایران صحبت کنیم. البته شرح حال مفصل تیمسار خادمی در همین مقاله‌ای که اشاره کردید خلاصش آمده، مفصلترش در مقالات دیگری که نشر شده وجود داره، ولی بنده یک خلاصه‌ای فقط بیان کنم. تیمسار خادمی یه مردی بود به تمام معنی خودساخته، یعنی از یک خانواده خوبی ولی ساده‌ای از جهرم، اینا در جهرم پدرش اقامت داشت و بعد در اونجا مشکلاتی براشون بود از نظر مذهبی. همون موقع پدر وقتی که این پسر فقط 4 سالش بود با خانواده عازم اصفهان شدن و تیمسار خادمی، یعنی خادمی حالا میگوییم تیمسارش رو، بعد در اصفهان به دبستان و دبیرستان رفتن و خیلی شاگرد ممتازی بودن از همون اول و همون در دوران دبیرستان هم برای اینکه روی پای خودش بیسته این مرد در ساعات فراغت درس میداد به همشاگردی‌هاش و یه مبلغی دریافت میکرد، یعنی یه پولی میگرفت و خرج خودش در میآورد. معلم خصوصی بودن. بله، معلم خصوصی. بعد ایشون وقتی که دبیرستان رو تمام کرد، چون خیلی دانش آموز ممتازی بود، آمد تهران و در مسابقه ورودی دانشکده افسری شرکت کرد که خیلی شرکت میکردن افراد دلشون میخواست که در اون دانشکده به اصطلاح درس بخونه. پیش از اون که ادامه بدیم بفرمایید که وقتی گفتید که ایشون مشکلاتی داشتن لحاظ مذهبی، علتش چی بود؟ علتش این بود که ایشان خانوادهشون بهایی بود. بله. و ایشون هم بهایی بودن و در شهرهای ایران همیشه اگر یه وقتی یا آخوندی پیدا میشد که میخواست خودی نشون بده، وسیله خودنماییش این بود که بهایی‌ها رو اذیت کنه و با بهایی‌ها در بیفته و با پدر ایشون هم به این ترتیب در اون جهرم خیلی بد رفتار میکردن. به این ملاحظه این است که ایشون ترک کرد، اونجا رو ول کرد، دید فایده نداره. شکایت به این ور اون ور و آمد و وارد دانشکده افسری شد. در این مسابقه دانشکده افسری رتبه اول شد. رتبه اول شد و آمد. حالا این هنوز زمان رضا شاهه، یعنی اینو باید شما در نظر بگیرید. و ایشان آمد و بعد از یه مدت کمی خیلی ترقی کرد در کار به اصطلاح هواپیمایی، قسمت هوایی، خلبان هوایی شد و ایشون اولین شخصی هستن که نه تنها از ایران دیپلم به اصطلاح پرواز گرفتن، در انگلستان هم ایشون آمد و دوره‌ای رو دید و خلبان شد و خلبان بسیار بی‌نظیری بود، یعنی خلبانی که اطلاع کافی داشت از کار خودش و از هواپیمایی. خلبان چه جتی بودن؟ جت مسافربری یا نظامی؟ خب همون هواپیماهایی که اون موقع بودن. بله. اون موقع هنوز دوران جت نبود ولی هواپیماهای ملخی بودن و ایشون آمد در ایران و پرواز میکرد. برای این مدتی 4 سال برای پست پرواز میکرد. حالا من با اون قسمت ها که ایشان به اصطلاح یک خلبان پروازی بود. بله. که پرواز میکرد
و بسیار خوب آشنایی داشت با این هواپیماهایی که اون موقع بود. ولی ایشان ترقیش از موقعی شد که نظر به این که ترقی کرد و احساس کردن که این در یک خلبان ممتازی هست، تحصیل کرده. ایشان مدتی شد رئیس ستاد نیروی هوایی در ایران. در اون موقع ایشان تقریبا میشه گفت سرلشکر شده بود در دوران سلطنت محمد رضا شاه. بله، در دوران سلطنت محمد رضا شاه ایشان شد رئیس ستاد نیروی هوایی. بله. و یه 2-3 سالی در این سمت خدمت میکرد و خیلی کمک کرد به اینکه نیروی هوایی به یه فرم خیلی مدرن امروزی بیرون بیاد. البته ایشون تنها نبود، افراد دیگه هم بودن، ولی دوران 3 ساله ایشان به اصطلاح به اقرار بسیاری از متخصصین مؤثر بوده است در این که نیروی هوایی ایران به صورت یک نیروی مدرن بین المللی شناخته بشه. بعد از اون قرار خواستن در ایران این مسئله پیش آمد که شرکت هواپیمایی مهمی همسنگ هواپیمایی های دنیایی داشته باشن، چون تا اون موقع ایران ایر یا حالا اسمای دیگری داشتن، یه چند تا هواپیمای ملخی داشتن، داکوتا. بله. که بنده سوار اینا شده بودم و واقعا یک داستانی بود. دکتر علی، یک شرکت هواپیمای ایر تاکسی هم بود اون موقع. بله بودن. بله، البته اون ایر تاکسی که جدا بود، ولی یه شرکت هواپیمایی مثلا رسمی هم بود. بله. که چند تا هواپیمای 2 موتوره و 4 موتوره داکوتا داشت. بله. و اینها آدم هر وقت که میرفت میبایستی خلاصه اشهدشو بگه. معلوم نبود که آیا برسه یا نرسه. بنده یه سفر رفتم به بندر عباس که کار داشتم و واقعا موندم. یعنی دیگه گفتن هواپیما هوا خوب نبوده نیومد. من برای 1-2 روز رفته بودم. من 10 روز در بندر عباس موندم برای اینکه هواپیما نبود. و اون اوایل کار این هواپیمای ملی ایران بود که در اوایل دهه 60 میلادی. بله. حالا شرکت هواپیمای ایران ایر تشکیل شده بود. بله. ولی چی تحویل تیمسار خادمی داده بودن؟ چند تا هواپیمای کهنه داکوتا 2 موتوره و 4 موتور، همینا. و بنده یادم هست که در بندر عباس مونده بودم و یه دیگه مونده بودم، ما نمی‌دونستیم چی کار بکنیم. من به هر حال تونستم تلفن کنم به ایشون که ما اینجا موندیم. ایشون یه هواپیمایی فرستادن که ما رو بردن به بوشهر، از بوشهر ما رو بردن به شیراز، از شیراز سواری هواپیمای دیگری کردن آوردن به تهران. خلاصه این مسافرت هوایی ما 10 روز و عقب افتاد، برای که ایران ایر چیزی نبود. یعنی یه همچین مؤسسه‌ای رو تحویل ایشون دادن. بله. ایشون در عرض 16 سال مدیریتی بروز داد و واقعا استعداد شگرف مدیریتش هویدا شد که تونست این هواپیمایی رو به یکی از هواپیمایی‌های مهم جهانی با حدود 30 عدد هواپیمای جت تبدیل کنه. و بدون شک یکی از مهمترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا بود و با شرکت‌های مثل پان امریکن، TW اینا رقابت می‌کرده. بله، در حد خودش. بله. در حد خودش البته اونها هواپیمای بزرگی بودن، ولی ایشون این هواپیمایی رو پله به پله بالا آورد. بله. و از همه مهمتر این بود که شاید بعضی باور نکنن، در تمام این مدتی که ایشون مدیر عامل بود، 16 سال، حدود 16 سال، به اندازه ایشون به انسانها احترام میگذاشت و به اندازه انسان دوست بود که موضوع ایمنی براش مسئله نمره 1 بود و هیچ حادثه‌ای برای ایران ایر در از این 16 سال اتفاق نیفتاد. ایران ایر دارای بهترین کارنامه ایمنی در میان شرکت ایمنی، در حالی که ایشون بهترین خلبانا رو نداشتن. بله. ایشان بهترین نمیدونم کارمندان رو نداشتن، ولی توجه ایشون به ایمنی، هیچ از هر خرجی ممکن بود بزنن اما از خرج ایمنی هواپیما نمیزنن. بله. ایشان حالا سپهبد شدن و
اینقدر مورد توجه هواپیمایی های دیگر دنیا قرار گرفتن که چطور یه هواپیمایی از صفر یک دفعه تبدیل میشه به یک هواپیمایی بین المللی. واقعا حتما امکانات هم در اختیارشون قرار گرفته بود از سوی دولت. البته دولت و شخص شاه اینها مایل بودن که این هواپیمایی توسعه پیدا بکنه، ولی ایشون از نظر مالی هم طوری ترتیب داده بود که خود درآمدی که حاصل میشد بهشون اجازه میداد که برن هواپیماهای جدید بخرن. و ایشون رو یک سال به عنوان رئیس یاتا مؤسسه بین المللی هواپیمایی دنیا بود و همیشه مدیرانش از امریکا و اروپا و اینا بودن. ایشون اولین باری بود یه نفر خارج از اروپا و امریکا، اولین آسیایی رئیس یاتا میشد و در یاتا ایشون طوری اونجا به اصطلاح عمل کرد که همه برای ایشون شخصیت فوق‌العاده قائل بودن. یعنی ایشون رو که مدیران برجسته متخصص در امور هواپیمایی تشخیص داد. از تیمسار خادمی به عنوان یکی از سازندگان ایران نوین یاد میشه به خاطر همین فعالیت‌هاش و خدماتش در ایران. مسئله مذهبی ایشون هیچ موقع اشکالی برای ایشون به وجود نیاورد در ایران؟ حالا اینو من خدمت شما عرض بکنم که ایشون از نظر مذهبیش دو بودن. اینم عرض بکنم که ایشان علاوه از اینکه در کارهای هواپیمایی خدمت میکردن به مملکت، ایشون چون که مدیر درجه اولی بودن همه جا ایشون رو میخواپیدن برای اینکه مدیریت بهشون نشون بده. بنده عضو انجمن مدیریت ایران بودم، این شرکت های مختلف، مؤسسات مختلف، ما یه انجمن مدیریت داشتیم، انجمن مدیریت ایران که معمولا نخست وزیر میومد افتتاحش میکرد و صحبت میکرد. هر نخست وزیری، من چند نخست وزیر رو شنیدم که نطقای اولیه‌شون که مثلا رئیس افتخاری یه نخست وزیر، ایشان چند سال رئیس اون مؤسسه بودن و در اونجا واقعا مدیریت رو، ما همه مدیران بودیم ولی ما مدیریت رو میآموختیم. من شخصا خیلی ازشون آموختم اصول مدیریتی که شما در کتابا نمیبینید، در عمل باید یاد بگیرید. در عمل ما میدیدیم ایشون چجوری مشکل رو حل میکنن، چجوری هر مطلبی رو فوری میفهمن که اشکالش کجاست. و بعد ایشون در اون دانشگاه مدیریتی که با هاروارد کار میکرد تدریس میکردن. یعنی ایشون فعالیتاشون از نظر علمی و از نظر مدیریتی، دانشگاه نورتروپ در امریکا ایشون دکترای افتخاری داد. البته این دکترا رو بیخود نمیدن به علت کارشون بود و ایشون خلاصه اینطوری هم با کارمندان و کارکنانشون رفتار میکردن که شخصیت همه اینها محفوظ بود. یعنی آقای تیمسار خادمی براش فرقی نمیکرد، اون کسی هم که تمیزکار بود یه شخصیتی بود، با اونم مؤدب و مرتب صحبت میکرد. در بخشی از این که مقالتون نوشتین مردم ایران خدمات هما را در زمینه تحصیلات آمده رفت دانشجویان مقیم خارج به ایران، آسودگی مسافرت زائران حج و رسانیدن بیماران ایرانی به مؤسسات درمانی خارجی را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. من خودم دانشجو بودم در اون دوران پیش از انقلاب و یادم یک بار از نیویورک به تهران رفتم و این پرواز ایرانر بود و بسیار پرواز راحت و خوبی بود. در اونجا یادم چلو کباب هم سرو می‌کردن داخل هواپیما به عنوان غذا و پرواز بسیار خوب و به یاد ماندنی داشتم. ولی تیمسار خادمی دیانت رو با کار مخلوط نمی‌کرد. یعنی اعتقادش این بود که دیانت از سیاست جداست. یعنی جداست. هر کسی هر دینی داره، اون برای خودشه، موضوع شخصی خودشه، ولی کار دولت جداست. اینا رو مخلوط نمی‌کرد با هم دیگه، ابداً مخلوط نمی‌کرد. ولی یک بهایی فعال بود از لحاظ مذهبی، یک بهایی معتقد بود. البته فعالیت‌های مذهبی به اون فرم نداشت. نه، ولی کن اون اصولی که فرا گرفته بود در دین خودش چی بود؟ مثلا گذاشت ترک جمعی تعصب نداشتن، توجه به علم و دانش داشتن. چون در امر بهایی کار عبادته، به کار علاقمند بودن، برای همه ادیان و همه مردم
احترام قائل بودن، اینا رو همه رو رعایت میکرد. اما اونطوری که بیاد یه فعالیت خاص مذهبی داشته باشه، به عبارت دیگر ایشون تظاهر مذهبی نداشت. یعنی اگر شما با ایشون معاشر میشدید، 2 سالم معاشر بودید، اصلا شما شاید نمیفهمید که دیانت ایشون چیه. یعنی هیچ وقت نمیومد صحبت دینی بکنه. در کار خودش هیچ شخصی رو به علت اینکه دینش فلان دین یا دیانت ایشون استخدام نمی‌کرد. موضوع دین اصلا مطرح نبود. اما اگر یک نفری رو پیدا می‌کرد که این شخص واجد شرایط بود، براش فرقی نمی‌کرد که این کلیمیه، مسیحیه، زردشتیه، مسلمانه یا بهایی، فرقی نمی‌کرد. اونو استخدام می‌کرد. برای اینکه کار خوبی بود. این بود که در مؤسسه ایشون از همه این مذاهب شما می‌دیدید که در ایران ایر اشخاص حتی تا حد مدیریت بالا رفتن. یکی از رویدادهای بیاد ماندنی در رابطه با هما فکر می‌کنم پروازی بود که از لس آنجلس به تهران انجام شد و عده‌ای از هنرپیشگان هالیوود رو به ایران بردن. فکر کنم الیزابت تیلور یکی از اونها بود که به ایران رفت. فکر کنم مهمان هواپیمایی ملی ایران. و اینا کمک میکرد به شناساندن ایران. برای عکسی هم هست از تیمسار و الیزابت تیلور. بله این کمک میکرد، یعنی شناخته میشه. آخه ایران یه مملکتی بود که شناخته شده نبود. و بنده که اون موقع در آلمان تحصیل کرده بودم، اونجا متوجه بودم اینا خیال میکردن اون پرژیا و ایران نمیدونم یه مسئله بود، چون اسم ایران کرده بودن. یعنی گفته بودن همه بگن ایران، اونا تصور میکردن که این اسم جدیدیه. ایران یه مملکت رو در ردیف افغانستان و بلوچستان و عراق اینطوری شده بود. در صورتی که ایران یه مملکت قدیمی، ایران همون پرژیاست. ایران یه مملکت قدیمی متمدن، تمدن بزرگ. این آقا نفوسی مثل ایشون از جمله تیمسار خادمی، اینا سعیشون این بود که ایران رو معرفی کنن، فرهنگ ایران رو معرفی کنن. ایشون یک تابلویی داشت نوشته بود که ایران ایر the airline of Persia، که بفهمن که پرژیا همون ایرانه. اون تمدن یونان، مصر، روم و ایران همین تمدنی است که الان ایرانیان امروز وارث اون هستند و این رو خیلی همه جا به اصطلاح دنبالش بود و معرف ایشون یه معرف خوبی برای ایران و فرهنگ ایران در تمام دنیا بود. بله، یکی از خصوصیات یک هواپیمایی خوب اینه که سر وقت پروازش همیشه انجام بشه و به یاد دارم که یک پروازی داشت هما که حدود ساعت 12:31 نه 12:30، درست 12:31 به اروپا میرفت و این یکی از وجوه مشخصه هما این سر وقت پرواز کردن. حالا اینجا اجازه بدید بنده یه نکته رو بگم که خودی شاید مفرح باشه. و اون ساعتش بود 12:34. 12:34. یه عده‌ای هم دست گرفته بودن سر 12 میگفتن که ایشون چون افسر نظامیه گذاشته 1 2 3 4 1 2 3 4 کرده. ولی 12:34 ایشون مخصوصا میخواست بگه که اینطوری نیست که ساعت 12:30 نه 12:34 این پرواز. بله این کارا و مدیر ایشون میدونید سیستم غذای هواپیمایی هم آورده بود، اون کارخانه تولید غذا برای مسافرین. اون رو هم هواپیماهای دیگری هم که میومدن در تهران غذا میگرفتن، از مؤسسه ایشون غذا میگرفتن. دکتر، با توجه به یک همچین سابقه ای که تیمسار خادمی داشت، آیا هیچ وقت در مزان اتهام قرار گرفته بود که مثلا مرتکب سوء استفاده شده در هما یا فساد در اونجا برقرار شده زیر نظر ایشون؟ آیا هیچ کدوم از این بنده اینو خدمتتون عرض کنم؟ البته افرادی که موفقن همه جا، نه در ایران، همه جا یه عده‌ای حسادت دارن، یه عده‌ای براشون میخوان بزنن و اون افرادی که اونا کنار گذاشته شدن اونا ناراحت، این عادیه، پیش میاد. من فکر میکنم ایشون هم استثنا نبوده. اما هیچ وقت هیچ گونه اتهام رسمی، حتی نیمه رسمی، شایعات من کاری ندارم در مورد اینکه در هواپیمایی ایران درستکاری مثلا وجود نداره بنده نشنیدم و نبود، هیچ وقت نبود. برای اینکه ایشون نهایت درجه مقید بود که درستکاری باشه
و با وجود اینکه ایشون خب خودش و پدرش هم موفق بود در کار و کسب خودش و خانم ایشون خانم دکتر مؤید بودن که از متمولین دکترهای مشهور متمولی بودن، یعنی خانمشون متمول بودن، ولی ایشون زندگیش اصولا خیلی ساده بود. چون من با ایشون معاشر بودم، مکرر بنده رو خونهشون دعوت کرده بودن، ایشون هم خونه من آمده بودن. اینها خیلی زندگی عادی ساده ای داشتن، یعنی هیچ احتیاج، ایشون اصلا دنبال تمول نبود، اصلا دنبال تمول نبود که مثلا همه جا ملک داشته باشون، این کارا رو دنبال کار خودش بود. از نظر کاری هیچ کسی به ایشون اعتراضی نمیتونست داشته باشه، برای اینکه واقعا مناسبتر از شخص ایشون، شخصیت ایشون برای این کار ایران ایر کسی دیگه اصلا در دید نبود. این بود که از نظر مذهبی هم من یه نکته رو به شما عرض کنم. وقتی من عرض کردم به شما که ایشان مذهب رو با کار قاطی نمی‌کرد و ایشان برای همه مذاهب احترام قائل بود و البته بهائیان برای مذهب اسلام هم خیلی احترام قائلن، برای اینکه او رو مذهب الهی میدونن. به این ملاحظه کار حج رو به ایشون واگذار کردن، بله، مسافرین، و ایشون به طوری خوب رفتار کردن که همون آیت الله ها و همون علما سال بعد هم گفتن نه ایشون باشه، یعنی با ایشون همکاری میکردن، یعنی هیچ از ایشون نه نارضایی کاری وجود داشت، نه نارضایی به اصطلاح مالی وجود داشت و نه نارضایی دینی. آخوندها و سایرین با ایشون مخالفتی نداشتن، برای اینکه کسی دیگه هم در نظر نداشتن، میدیدن ایشون با کمال میل و صداقت این موضوع حج رو به اندازه دقیق و خوب انجام میده که حجاج و مسافرین همه راضی و میگن از این بهتر نمیشه. خب دکتر علایی، میتونیم که در اون ماهای قبل از انقلاب یک سری از مقامات ایران به دستور شخص شاه بازداشت شدند، از کار برکنار شدند یا بازداشت شدند. تیمسار خادمی در اون فهرست کسانی بودند که از کار برکنار شدند و بازداشت شدند؟ یک کمیته تشکیل شده بود به نام کمیته ضد خرابکاری. بله. این کمیته ضد خرابکاری با سازمان امنیت منطبق نبود، یعنی سازمان امنیت در این کمیته ضد خرابکاری نمایندگانی داشت، ولی این کمیته ملی که تشکیل شده بود یک اعضای دیگری هم داشت از سایر سازمان ها. من درست نمیدونم که کیا بودن، ولی میدونم که این کمیته ضد خرابکاری جدا بود از سازمان امنیت، ولی البته عرض کردم خدمتتون که از سازمان امنیت نفوذی اونجا بودن. این رو تشکیل داده بودن برای که این موقعی بود که وضع خیلی بد شده بود و اساس سلطنت متزلزل شده بود. شاه ایران خیلی ناراحت شده بود از این موضوع و خیلی احساس می‌کردن ممکنه که خرابکاری هایی بکنن که سلطنت از بین بره. برای حفظ این موضوع، حفظ سلطنت و حفظ رژیم، این کمیته رو تشکیل دادن با اختیارات تامه و این کمیته بود که یه نفوذی رو میگرفت. لزوماً این رو من اینجا میتونم بگم، لزوماً شخص شاه با گرفتن اون افراد موافق نبود و این گرفت و گیرها هم به دستور شخصی اون نبود. یعنی وقتی هویدا رو گرفتن، این کمیته میگفت باید اونو گرفت برای اینکه سلطنت باقی بمونه و شاه هم میبایستی موافقت کنه. اصلا گاهی همش نمیگفتن، بعدن میگفتن، ولی اون دستور نداده بود که مثلا برید فلان شخص رو بگیرید، برید داریوش و همایون رو بگیرید. این کمیته این کار میکرد و این کمیته در فکر کرد و پیش خودش تمام نفوسی رو که خودی نزدیک بودن، شغلای مهمی داشتن، اینا رو اگر بگیره و دور بکنه، مخالفین، یعنی بیشتر نظرشون به آخوندا بود، چون تشخیص داده بودن که آخوندا مخالفت فروکش خواهد کرد. فروکش خواهد کرد. از
به این ملاحظه بود که هویدا رو گرفتن و الا هویدا واقعا هیچ جرمی بر علیهش وجود نداشت که برن بگه. به این دلیل بود که شهردار تهران گرفتن. البته من خدمتتون عرض کنم که متون تاریخی نشون میده که هویدا رو در یک جلسه ای که شاه و حتی فکر میکنم ملکه هم حضور داشته در اونجا در این مورد صحبت میشه و در اونجا تصمیم گیری میشه که هویدا رو بنده نمیدونم، ولی این کمیته پیشنهاد دهنده بوده. بله. یعنی این کمیته بوده که پیشنهاد میداده، یا عمل میکرده بعداً به اطلاع میرسونده یا قبلاً به اطلاع میرسونده، ولی به هر حال این چه جوری بوده. فقط این نکته هست که این کمیته بوده که این کارا رو انجام بده. سنداشو من اینجا گذاشتم و اینا فکر میکنن که اگه بیان خادمی رو بگیرن، چون هم سپهبده و نزدیک به اصطلاح رژیم هست و هم خوب شخص مشهوری است و هم بهایی هست، اگر این رو بگیرن و از بین ببرن آخوندا خیلی راضی میشن. بیش از 100 نفر رو دستگیر میکنن. بله دستگیر و تیمسار خادمی چند وقت در زندان بود؟ آمده بودن که دستگیرش کنن. یعنی آمده بودن اون روز دستگیر. بله آمده بودن دستگیر، ولی کن اسناد نشون میده که خب اگر می‌خواستن ایشون رو دستگیر کنن کاری نداشت، خب یه دی میرفتن دستگیرش میکردن دیگه مثل بقیه. ولی 3 نفر رو با اسلحه فرستاده بودن اونجا که اسمشون رو بنده در مقالم آوردم که اینا کیا بودن. بله. به دستور اون کمیته ضد خرابکاری آمده بودن اونجا بدون اطلاع سایر مؤسسات با اسلحه و اینها به زور خودشون رو وارد حیاط کرده بودن که دنبال تیمسار خادمی میگردیم. بله. در صورتی که خب میتونستن بگن ما آمدیم ایشون رو بازداشت کنیم. خب قبل از اینکه بیشتر در این مورد صحبت کنیم، اساس این تحقیقات شما چیست که دقیقاً به این نکات پی بردین و میگویید اسنادی هم در این مقالتون میبینم در این کتاب در ایران نامه به چاپ رسیده. بیشتر توضیح بدین که چگونه اصلا شما به دنبال این مسئله. این یکی از ناگفته های انقلاب فکر میکنم. چون یه عده دیگر بودن از امرای ارتش که در دوران درست روزهای قبل از انقلاب ترور شدند و هنوز هم مشخص است که دقیقاً اینها رو کی ترور کرده. بفرمایید دکتر. بنده چون هم با تیمسار خادمی خیلی نزدیک بودم، ایشون دوست بزرگتر من بودن، من به ایشون نگاه میکردم، البته از ایشون میآموختم، ولی به من یه نظر محبت و لطفی داشتن و ما عاشرت فامیلی داشتیم. و اون موقع من در تهران بودم. خبر آوردن که ایشون رو کشتن. قبل از اینکه این خبر رو بیارن من اینو اینجا ننوشتم، ولی اینجا به شما اظهار میدارم. روز قبلش ما این برنامه شنیدیم که ایشون خودکشی کرده. روز قبلش تلفن کردیم، من فوری تلفن کردم به خانمشون، گفتن نه چه خبری نیست. حتی از امریکا تلفن کرده بودن. یعنی این خبر خودکشی قبل از قتل منتشر شده بود. این کاملا روشن بود، برای بنده که روشن بود، برای اینکه به من خبر دادن که شنیدی. چی رو شنیدم؟ تیمسار خادمی خودکشی کرد. تلفن کردم گفتن نه هیچ همچه خبری نیست. اون وقت بعد شنیدیم که بله ایشان رو زدن و بردن بیمارستان. بنده یک دکتر خانوادگیم آقای دکتر حسین نجی بود، سرهنگ بود، دکتر من بود و ایشون هم خیلی نزدیک بود، با خادمی آشنایی داشت. ایشون چون سرهنگ بود رفته بود به بیمارستان و اجازه داده بودن بهش بره تو، ولی که دکتر سرهنگ. و ایشون اون شب من دیدمش، گفتم چطور بود؟ گفت که از پشت گلوله خورده و این خودکشی نیست، این رو زدن. و پزشک قانونی هم اظهار کرد که این خودکشی نیست، این قتله و نوشته که این قتله. ولی چگونه در اون ایام اعلام کردن که ایشون، یادم میاد که گفته بودن ایشون به خاطر بدهی هایی که به بار آورده بر اثر قماربازی و اینا دست به خودکشی زد. یه همچین مقاله‌ای من در یکی از روزنامه‌ها دیدم. هر روزنامه‌ای که نوشته این مطالب نوشته بر اساس شایعات نوشته. عرض کردم که ایشون اولا شایعه خودکشی ایشون رو قبلا منتشر کردن. چطور ممکنه یه نفری قبل از اینکه خودش کشته باشه شایعش منتشر کرد؟
دوم این که ایشون هیچ قرضی به کسی نداشت، هیچ مسئله مالی اصلا در زندگیش نبود، هیچ کسی از ایشون طلب نداشت، هیچ سوء استفاده هیچ جا نشده بود. این مطالب همش مطالب شایعی بود که راجع به همه میگفتن، راجع به ایشون هم میگفتن. بعد وقتی که این جریان واقع شد، آقای دکتر نجی که من در این مقاله نوشتم که ایشون با من خیلی نزدیک بود و مرد بسیار به اصطلاح موجهی بود، ایشون این مسئله رو عنوان کرد و بعد و بنده خاطر جمع بودم که این خودکشی نیست. بنده آمدم به لندن، دختر ایشون مونا در لندن بود که ایشونو ببینم و صحبت کنم و اینها. اینجا روزنامه تایمز آمدن با من مصاحبه کردن و من گفتم بهشون که این روزنامه تایمز هم گفتن ما از همه جا شنیدیم که این خودکشیه. معلوم شده این شایعه رو منتشر کردن. بعدش بنده گفتم خودکشی. اونجا در یک مقام، در یک اعلانی که یا خبری که دادن نوشته بودن که بله ایشون رو کشتن و میگن که عنوان میکنن که خودکشیه، ولی ما از یک مقام معتبری اطلاع پیدا کردیم که این قتل بودن و نه خودکشی. چرا باید حکومت نظامی در اون دوران بیاد و تیمسار خادمی رو بکشه؟ نمیدونم، این خودش یه مسئله است که اولا چرا ایشونو کشتن، ثانیاً این که چرا اینو قتل اعلان نکردن و خودکشی اعلان کردن. اسنادی که هست، این اسناد رو بنده اینجا در یک پوشه بزرگی دارم، بیش از 100 سند در اینجا. این نشون میده که کمیته ضد خرابکاری این مسئله رو، این مطلب رو به ابتکار خودش انجام داده و شاه مملکت اعلیحضرت اطلاع نداشته از این موضوع و دولت اطلاع نداشته از این موضوع. دولت ازهری بود اون موقع، اطلاع نداشته از این موضوع و قتل جزو به اصطلاح مرسومشون نبوده، نمی بایستی که این رو میکشتن و برای خاطر اینکه خودشون رو موجه قلمداد کنن یا اینکه تیمسار رو مقصر قلمداد کنن در هر موردی، مثلا چون خودکشی در حقیقت یه نوع اقرار به تقصیره، این است که این موضوع خودکشی رو مطرح کرده بودن و نشون و وقتی که این 3 نفر میان و ایشون رو میزنن، فرمانداری نظامی اون 3 نفر رو میگیره و حکم بازداشتشون رو صادر میکنه و به اصطلاح اون بازپرس ارتش اظهار می‌داره که این قتل و دلایلش رو اظهار می‌داره که اینها همه در اسنادی که اینجا هست آمده. خب بفهمید اسناد چگونه به دست شما افتاد؟ اینها مال دورانیه که هنوز حکومت سلطنتی برقرار بوده، یعنی صورت جلسات رسیدگی به این ماجرا هستش؟ بله این اسناد بعد از اون جریان و بعد از این که منتشر شد که ایشون خودکشی کردن، هم خانواده ایشون و هم بنده و یکی 2 نفر از دوستانشون، مخصوصا بنده، خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا یه همچین دروغی رو عنوان میکنن. ولی خب ما اظهار میکردیم و میگفتیم، ولی خب قبول نمیکردن. سند لازمه برای این نوع مسائل، سند لازمه. بنده با منیب پسر ایشون در تماس بودم و مطلبی که به ایشون گفتم این بود که تا اسنادی به دست نیاد، یعنی پرونده کار به دست ما نیاد و ما سند نداشته باشیم، ما نمیتوانیم در این مورد به طور قطع بگیم که نه خیر، ما اعتقادمون اینه که ایشون به قدرتون شما باید اینو قبول کنید. خب قبول نمیکنه، یه دی میگن نه خیر این خودکشی بوده، شما چون دوستشید این حرفو میزنید. این اسناد در تهران بود و دسترسی بهش خیلی خیلی در اون زمان که خیلی اون اوایل هم خیلی مشکل بود و به اصطلاح دسترسی بهش نبود. ولی بعداً چون این کار مربوط به قبل از انقلاب بود، افرادی که در این اسناد در تصرفشون بود در دوره انقلاب خیلی زیاد به این موضوع علاقه نداشتن. یعنی
مثلا بیان حکومت سابق رو تبرئه کنن که نه ایشون خودکشی کرده و فلان، چون نه همش مربوط به سابق بود. و من عرض کردم که حتی طبقه روحانیون هم خصومت شخصی با ایشون نداشتن. یعنی اصلا ایشون روی صفحه رادار آخوندها نبودن. نه اصلا نبودن. این که شما میفرمایید که کمیته خرابکاری مثلا ممکنه برای فروکش کردن اعتراضات عمومی، اونا به اشتباه اشتباهات زیادی شد. یکی از اشتباهات زیاد این بود که تصور میکردن اگه حالا بیان یه آوانتاژایی به آخوندا بدن، اونم آوانتاژایی که بعضی از آخوندا ممکن ذکر کرده باشن، میتونن طبقه آخوند رو بیارن طرف خودشون. بر حسب اشتباه بود. اینم یکی از اون اشتباهات بود. خب شما فرمودید که اون کسانی که رفته بودن دستگیر کنن تیمسار خادمی رو، اونها رو بازداشت میکنن. خب نتیجه این بازداشت میکنن و متهم به قتل که محاکمه کنن. بعد کمیته ضد خرابکاری خیلی قدرت داشته، میگه نه این به صلاح نیست. صلاح در اینه که اینها آزاد بشن و موضوع چیز پخش بشه، موضوع خودکشی پخش بشه، تئوری خودکشی. و این به اصطلاح بازپرس می نویسه که من به ناچار در اثر فشار، اینا توی اسناد هست، در اثر فشار کمیته به اصطلاح ضد خرابکاری اینا رو آزاد کردم. دکتر علایی که این اسناد به دست شما میفته در چه تاریخی؟ حالا اجازه بفهمید، پسر ایشون با تهران در تماس بوده و بعد از مدت‌ها 2 سال قبل موفق میشه، 2 سال 3 سال نه 3 سال قبل مثلا موفق میشه که در محل یک فتوکپی از تمام این اسناد به دست بیاره. بله. به دست. حالا چه جوری به دست میاره؟ حالا اینو میگم، اینا زیاد به این اسناد، برای این اسناد اهمیتی قائل نبودن این حکومت فعلی. این است که اون مأمور مربوط هم خب دیده که افرادی اینو میخوان، شاید مثلا یه چیزی هم گرون میاد و به هر حال اینا رو فتوکپی میکنن در 100 صفحه همه و میدن بهشون. و ایشون اینا الان در مؤسسه‌ای هست به نام خادمی در یونیورسیتی آف استنفورد. اونجا ضبطه، یعنی اون فتوکپی ها اصلی ضبطه. برای من یک فتوکپی از روی اون تهیه کردن آوردن اینجا. 100 صفحه است. بله. بنده این 100 صفحه رو 1 ماه طول کشید تا بخونم، برای اینکه بسیاری از اینها دستخطیه و با اصطلاحات دادگاهی و خیلی مفصل و ریزه و از توی اونها من همه رو خوندم و بعد اون چیزایی که لازم بود بیرون آوردم. نتیجه گیریتون چی بود بعد از خوندن این نتیجه گیری این بود که اینها حکومت نظامی دادگاهش میخواسته این 3 نفر رو که اسم و اینا همش هم هست که کی بوده چی بوده فلان و اینا رو محاکمه کنه و اینا هیچ دفاعی هم نداشتن. یعنی خیلی مشخص بوده که اینا رفتن اونجا و ایشونو کشتن. ولی کمیسیون خرابکاری ضد خرابکاری فشار آورد این کارو نکنید. در نتیجه همه چی مونده، انقلاب شده. بعد از انقلاب هم همطور بوده. بعد از انقلاب دادگاه اسلامی آمده به این موضوع رسیدگی کنه. 6 سال بعد 5 سال 6 سال بعد از انقلاب پرونده رو گرفته. پرونده رو گفته ایشون بهایی رو باید تمام اموالش رو مصادره کرد. این اصلا قانون اینطوری به نظر میاد که قانون فعلی در ایران اینه که هر شخصی که مشخص بشه که بهایی هست این رو باید اموالش رو مصادره کرد. حالا البته اموال همه رو مصادره نکردن عملا، ولی هر جایی که لازم بوده این قانون هست و مصادره کرد. اموالشون رو مصادره میکنه. اما در مورد پرونده دیگر بازپرس انقلاب میگه که مینویسه میگه من این رو مطالعه کردم دقیقاً خب معلوم و این خودکشی نیست، این قتل. ولی قتل چون اهل ذمه، یعنی میگن صاحب دم یعنی صاحب خون. بله. یعنی چون صاحبان خون نیامدن شرکت بکنن، نیامدن شکایت بکنن و ما این پرونده رو نمیتونیم به جریان بندازیم مگر اینکه صاحبان خون بیان شکایت بکنن و ما اون وقت
این رو به جریان میاندازیم و معتقدیم که قتله و اون وقت این رو رسیدگی میکنیم. الان این پرونده بازه، به قول انگلیسی ها is open، یعنی این پرونده همچنان مفتوحه برای اینکه یه روزی نوشتن. من اون سندم اینجا من چاپ کردم، من از 100 سند فقط 5-6 تاشو اینجا چاپ کردم آوردم، ولی همین 5-6 صفحه نشون میدم. نوشتن که ما منتظریم که هر وقتی اهل دم آمدن، صاحبان دم آمدن و شکایت کردن، اون وقت طبق قانون رسیدگی بشه. خب دو سوال اینجا من برام مطرحه. یکی این که به صاحبان دم اشاره کردید، موقعی که این اتفاق میفته آیا همسر تیمسار خادمی یا یکی از فرزندانشون خونه بودن؟ بله، خانمش در خانه. خب خانمشون چی گفتن در مورد این اونجا اتفاق؟ هست خانمشون. میشه شما باز بکنید؟ بله به طور خلاصه. خانمشون میگوین که من آمدم تو حیاط، میخواستم با شوهرم بریم به خود قدم بزنیم. بله. قدم بزنیم. آمدم تو حیاط، دیدم گماشته های ما 2 تا گماشته داشتن، رنگ به صورتشون نیست. گفتم چی؟ گفتن 3 نفر آمدن تو خونه، به زور آمدن تو خونه. البته بعضیا گفتن که از دیوار پریدن یا از در آمدن. به هر حال توی اون سند این نیست که از روی دیوار پریدن، ولی این است که به هر حال خودشون رو وارد منزل کردن و دنبال چیز میگردن، دنبال تیمسار میگردن، میگن که ما تیمسار رو میخوایم. در این موقع خانمش میگه در این موقع تیمسار آمد بیرون ببینه چه خبره. وقتی آمد بیرون، یکی از اینا با هفتیرش در آورد، دوید دنبال تیمسار که بزنه. یه نفر دیگه شونم دنبال اون رفت. گفت به فاصله 2 دقیقه وقتی اینا رفتن تو خونه صدای تیر بلند شد. صدای تیر، 2-3 تا تیر بلند شد و من رفتم اونجا، گفتم خب اینو کشتن. گفت دیدم که یکی از اینا با هفتیرش آمد بیرون، هفتیری که مثل این که کار کرده آمد بیرون و من رو هم تهدید کرد. برو. گفتم نه، چه کار کردید؟ داد بیداد و اینا کردم. ولی این 3 نفر به سرعت رفتن بیرون از خونه و رفتن و ما رفتیم دیدیم تیمسار افتاده خورده و تلفن کردیم، آمدن ایشونو بردن به بیمارستان که در بیمارستان درگذشتن. اون وقت از فرمانداری نظامی 1 نفر فوری 1-2 روز بعد آمد برای رسیدگی و اون آمد دید که 3 تا تیر شلیک شده، 1-2 تا پوکه خورده به دیوار، پوکه ها رو در آوردن و یکیش خورده به پشت سر ایشون که از همون، یعنی 3 تا تیر هست که بله. شلیک شد که نشون میده که میگفت می‌نویسه در اینجا که دیدیم که اوضاع به این فرم هست و اینا شروع کردن به رسیدگی و رفتن اون 3 نفر رو گرفتن، چون اون 3 نفر مشخص بود گرفتن. اسامیشون رو شما در بله اسامیشون اینجا هست. گرفتن. اون وقتی که گرفتن اونا گفتن نه و ما آمده بودیم که ایشونو بگیریم. بله. ولی کن به ما گفتن بگیریم، ولی که ما صدای تیر شنیدیم برگشتیم. بازپرس می‌نویسه این خیلی غیر قابل قبوله که 3 نفری رو مأمور کردن برن تیمسار رو بگیرن، یه همچین وظیفه مهمی. اینا آمدن یه صدای تیر شنیدن برگشتن، مگه ممکنه؟ بعد یکی از همسایه‌ها گفته که اونم تو اسناد هست که اون سرگرد میگه یکی از همسایه‌ها گفت نه خیر، من دیدم که 3 نفر از اینا خارج شدن و 1 نفرشون هفتیر دستش بود. بله. و رفتن به سرعت. این به این ترتیب خانمش میگه که اینطوری بود. اون وقت در اون جلسه 20 نفر بودن. 20 نفر بودن که چند نفرشون فقط لباس نظامی داشتن، بقیه هم همین نظامی ولی غیر. اون رئیس دادگاه، اون رئیس بازپرسی میگه خانم شما الان اگر اینجا بگردید میتونید این شخص رو پیدا بکنید؟ میگه میتونم. میگرده و این شخص رو پیدا میکنه، میگه این بود و اون یکی هم پشت سرش بود. این 2 تا اونجا بودن، آورده بودن اینا رو. میگه اینا بودن و بعد اونجا میگه چرا همسر منو کشتید؟ یعنی این اونا چی میگن؟ اونا هیچ حرف نمیزنن، هیچ حرفی نمیزنن. ولی برای اون دادگاه، برای اون عده فرمانداری نظامی، دادگاه فرمانداری کاملا مشخص بوده
که این قتل واقع شده و این شایعه رو فقط از این لحاظ منتشر کردن که نگن که حالا مثلا فکر کنید که دولت رفت یک همچین تیمساری رو کشت. دکتر علایی، در میان عکسایی که میبینم در مقاله شما یک عکسیه که در تهران 15 آبان ماه 57 گرفته شده که تیمسار با همسرشون و پسرشون نشستن. این عکس یک روز قبل از این واقعه است. کسی بخواد خودکشی بکنه فکر نمی کنم یک چنین چهره بشاشی داشته باشه در کنار همسرش و پسرش بشینه و روز بعد بخواد تصمیم بگیره. البته چون یه عده‌ای منتشر کرده بودن که خب برای اینکه خودکشی، خب به چه دلیلی خودکشی؟ گفته بودن که بله ایشون حالش به اندازی بد شده بود و مریض شده بود و به کلی از خود بیخود شده بود که نمیدونست چه کار میکنه و فلان اینا، به حالت دیوانگی و اینها و خودکشی کرد. این عکس رو بنده مخصوصا بین عکسایی که به من دادن انتخاب کردم که نشون میده ایشون یک روز قبل با همسرش و با پسرش چقدر آرام و خوب نشستن و بعد خانم ایشون رو باید توقیف کردن. خانم ایشون توقیف رفتن به، حالا این رو من خصوصی به شما بگم، رفتن به اعلیحضرت گفتن که ایشون خودکشی کرده. اعلیحضرت خیلی ناراحت شد. گفت چطور خودکشی کرده؟ چطور ممکنه ایشون همچین خودکشی؟ گفتم خودکشی. گفت آقا چه دلیلی دارید؟ اینا آمدن دلیل رفتن خانه‌شون توقیف کردن، بردن زندان که تو بنویس که ایشون خودکشی کرده. 1 ماه و خورده خانم ایشون در زندان بودن و آخر سر ننوشتن. آخر سر خانمش نوشت که من در حیات بودم، صدای تیر شنیدم، رفتم دیدم ایشون از پشت زدن. بعد اینو میبرن به اعلیحضرت نشون میدن. اعلیحضرت میگه این که دلیل خودکشی نیست، که این درست دلیل قتل، این دلیل خودکشی نیست. خانم ایشون کجا میگن 1 ماه تو زندان. وقت دستور میدن که خانم ایشون رو آزاد کنید. خانم ایشون رو آزاد میکنن. یعنی اعلیحضرت شخصا از این موضوع من فکر می‌کنم نه تنها دخالتی نداشتن بلکه ناراحت هم شدن. خب سوال دومی که گفتین اگر صاحبان دم بیاین و خواستار رسیدگی بشن در این حکومت اسلامی میآیند و این کار رو انجام خواهند داد، آیا این واقعیت داره؟ یعنی واقعا این کار رو خواهند که و اگر اینطوره چرا صاحبان دم خانمشون نمیان بگن که بیاین رسیدگی کنید که ببینید چی شده، چه بلایی بر سر تیمسار اومده؟ آخه علتش این است که اونها اموال تیمسار و خانمش و فرزندان و همه رو مصادره کرد. بله. خب درسته؟ از یک دادگاهی که اموال اینها رو مصادره کرده و اگر بره اونجا ممکن اینا رو هم باز به عنوان مثلا بگیرن، انتظار این که اینا حالا بلندشن برن در تهران و مثلا دادخواهی بکنن، ضمناً اون 3 نفر قاتل همه از بین رفتن. الان یکیشون گویا اعدام میشه به وسیله چون از ساواکی ها بوده اعدام میشه، 1 نفر دیگه شون هم بعد میمیره، اون یکی هم وجود هم دیگه ندارن اینا. این است که هیچ عنوانی دیگه اما از نظر قانونی بله میتوانن برن اونجا، ولی اینها دیگه این بچه‌ها هیچ وقت دیگه به ایران قدم نگذاشتن. دیگه چطور برن اونجا جایی که پدرشون رو حکومت سابق کشته، حکومت فعلی تمام اموالشون رو مصادره کرده، برن اونجا دادخواهی بکنن از چی؟ این است که اینا نرفتن. ولی بله قانونا این پرونده بازه و اگرم برن اینها، نتیجه این خواهد شد که میگوین که خیلی خوب حالا برای اینکه ما بین رسیدگی کنیم باید متهمین رو بیاریم دیگه. بله. متهمین هر 3 درگذاشتن. دکتر یک تئوری که من شنیدم، حالا نمیدونم شما تا چه حد باش آشنا هستین، آیا شنیدید یا نه، این بود که در دوران انقلاب میگفتن که عده‌ای از این کماندوهای فلسطینی وارد ایران شده بودن، عرفات اینا رو فرستاده برای کمک به انقلابیون و اینا حتی در اون ماجرای میدون ژالم یه جوری دست داشتن این کماندوهای فلسطینی و میگوین این کماندوها رو با هواپیماهای ملی ایران، با هواپیمای هما وارد ایران میکردن و یه جوری میگفتن که این ارتباط پیدا میکرده با تیمسار خادمی و یکی از دلایل ممکنه از بین بردن ایشون آگاهی تیمسار بوده باشه از این انتقال این کماندوهای فلسطینی از خارج به داخل ایران توسط هما. به نظر بنده اینها هم از اون شایعات عجیب و غریبی است
که میگویند و عنوان میکنن اولا هما که به فلسطین نمیرفته بیاد، نه از لیبی و از لبنان یا کشورهای عربی. من فکر میکنم که اینها اصلا همچین مسائلی نبوده و اگر یه همچین چیزایی بوده هواپیماهای ارتشی بودن، وجود داشتن، اونا فرق داشتن با هواپیمای ایران ایر. حالا اگر یه مسافری رفته، مثلا من نمیدونم یه مسافری فکر کنید که خرابکار باشه و بره و بخواد بیاد ایران، اون موقع شناخته شدن مثلا در پاریس یه بلیتی بخره و بره سوار هواپیما بشه و بیاد تهران، این دیگه به اون هواپیمایی ربطی نداره. چون هواپیمایی فقط مگر اینکه اسامی اینو به اون هواپیمایی داده باشه. امروز هم این کارو میشه کرد. امروز هم این کارو میکنن افرادی که میخوان برن یه ترور بکنن، با یه پاسپورت به اصطلاح غیر واقعی ساختگی میرن و یه بلیتی میخرن و میرن به اون مملکت، بعد اون وقت شروع میکنن به اون کارهایی که اون شرکت هواپیمایی اصلا خبر نداره که این کیه و مسئولیتی هم نداره مگر اینکه قبلا بهش اطلاعاتی داده باشن. اینی که تیمسار خادمی یک فردی بود بسیار مومن، به این معنا که به کار خودش ایمان داشت و به هیچ وجه به اصطلاح وارد کار خلاف نمیشد. اگه احساس هم میکرد که میخوان یه سوء استفاده بکنن از کار از سیستم و تشکیلات ایشون، جلو رو میگرفت. و ایناست که اینا شایعاته، ولو اینکه بعضی از این خرابکارا همطوری که شما میگید به وسیله ممکن بود به وسیله پان امریکن هم آمده باشن، بعضیاشون شرکت‌های هواپیمایی حدودی دارن. در پایان مقالتون نوشتین آنچه موجب کمال تأسف و تحیر است فقط قتل ناجوانمردانه سپهبد فقید به دست ماموران حکومت سابق و مصادره اموال او به دست حکومت بعدی نیست، بلکه زودباوری ناخودآگاه بسیاری از روشنفکران و تاریخ نویسان ایرانی و گاه خارجی در قبول شایعه خودکشی اوست که جز واژگونسازی حقیقت اثری ندارد. در واقع شما به نوعی نوری تاباندید بر یکی از اسرار و ابهامات دوران پیش از انقلاب. بله اینه و من امیدوارم که این مقاله اگر خونده میشه دو اثر داشته باشه. یکی این که واقعا تیمسار خادمی شناخته بشه مقامش، به اینکه ایشون رو به این طور به ناحق کشتن و اموالش هم مصادره کردن. یکی دیگه این که واقعا مجلات ما و روزنامه های ما و نگارنده های ما دنبال شایعات نرن. منظور میکنه آخه شایعه نویس، دنبال اسناد برن. این رو بهش میگن investigating journalism. اگر قرار باشه که هر کسی یه شایعی رو عنوان بکنه بنویسن فوردن که مثلا اینجوری شده، تمام شایعات با هم قاطی میشه، اون وقت واقعیت هم در داخل اون گم میشه. به کلی از بین میره. این است که بنده در این مقاله سعی کردم کاملا مثلا که ایشون کشته شدن، ولی چرا کشته شدن این نظر منه. این ممکنه یه نفر یه نظر دیگری داشته باشه. من مثلا فکر کردم که از این لحاظ ایشون رو کشتن که این آخوندها رو بتونن راضی کنن، چون ایشون هم مقام بالای دولتی داشتن و همین که مذهب از نظر مذهب مثلا مورد انتقاد بودن که بهایی هستن. خب تیمسار عیادی هم که پزشک مخصوص شاه بودن، ایشون بهایی بودن، بس میتونستن ایشون رو هم از بین ببرن که مثلا به نوعی آخوندها رو راضی کنن. نه بله میکردن، ولی تیمسار عیادی قبلا از مملکت خارج شده بود. ولی اون کارم میکردن. ولی کن این رو این نظره. منظور حالا یه نفر دیگه ممکن بیونه علت دیگه هم داشت، ولی برای اون علت خودش باید دلیل بیاره. مثلا اون کسی که میگه هواپیمایی این کارو میکرده سندش رو نشون بده. اگر سندش رو نشون بده خب یه مسئله است. بنده اینجا فقط بر اساس اسناد که چاپ هم کردم و حالا فتوکپی کاملش هم میتوانن همه در دانشگاه استنفورد
بخوان و ببینن. اونا مثل رو میدن روی لاین، میدن آنلاین میشه گرفت و خاطر جمع بشن که اسناد درسته و این مقاله یک مقاله تحقیقیه به اصطلاح. تحقیقیه. آیا نکته دیگری هست بخواین اضافه کنید به گفتگو؟ نه دیگه، من خیلی همین خوشحالم که شما علاقه پیدا کردید به این موضوع. این مقاله بنده خیلی بازتاب داشته. خیلی ها به بنده تلفن کردن از اشخاص معتبر و خیلی زیاد تشکر کردن، گفتن ما خیلی برامون سخت بود که قبول کنیم که در موقعیت تیمسار با به اصطلاح شخصیت محکمی که ایشون داشتن و با اعتقادات مذهبی، در اعتقادات مذهبی بهایی هم خودکشی اصلا پذیرفته نیست که یه همچین شخصی چطور این ضعف رو به خرج داده و رفته خودکشی کرده و اینها، که یه نوعی اعتراف به تقصیر بشه. اون افرادی که اون شایعات رو میدادن میخواستن بگن که چون خادمی احساس کرد که دستش رو شده مثلا رفت خودکشی کرد. منظور میکنید که اینم روشن بشه که واقعا به شایعات توجه نکنن، چون اگر قرار بشه که هر گروه هایی که بر اساس شایعات عمل میکنن که بیشتر شرقی ها متاسفانه این حالت رو دارن و شایعه رو به حقیقت به اصطلاح برتری میدن، اینا هیچ وقتی به پایان درستی نمیرسه. خب یکی از مشکلات هم همین بود که اطلاع رسانی درستی انجام نمیشد در اون دوران و شایعات دست بالا رو داشت. اگه یادتون باشه شایعه شده بود مثلا عکس آقای خمینی رو در کره ماه دیدن یا ولی یه دیدی باور کرد. باور کرد. یا خمینی به 6 زبان معتبر بین‌المللی میتونه صحبت کنه که حتی زبان فارسی هم به سختی حرف میزد. اصلا به قول نویسنده معروف ما علی دشتی می‌نویسه که شایعه رو هر چقدر بیشتر بهش تزیینات بدن و خیلی عجیب و غریب تر باشه، مردم زودتر قبولش میکنن. این همچین حالتی هست. دکتر سیروس علایی، سپاسگزارم که وقتتون در اختیار من گذاشتید برای انجام گفتگو. بنده خیلی ممنونم از شما. دولت و شخص شاه اینها مایل بودن که این هواپیمایی توسعه پیدا بکنه، ولی ایشون از نظر مالی هم طوری ترتیب داده بود که خود درآمدی که حاصل میشد بهشون اجازه میداد که برن هواپیماهای جدید بخرن. و ایشون رو یک سال به عنوان رئیس یاتا مؤسسه بین‌المللی هواپیمایی دنیا بود و همیشه مدیرانش از امریکا و اروپا و اینا بودن. ایشون اولین باری بود که یه نفر خارج از اروپا و امریکا، اولین آسیایی رئیس یاتا میشد و در یاتا ایشون طوری اونجا به اصطلاح عمل کرد که همه برای ایشون شخصیت فوق‌العاده قائل بودن. یعنی ایشون رو که از مدیران برجسته متخصص در امور هواپیمایی تشخیص داد. از تیمسار خادمی به عنوان یکی از سازندگان ایران نوین یاد میشه به خاطر همین فعالیت‌هاش و خدماتش در ایران. مسئله مذهب ایشون هیچ موقع اشکالی برای ایشون به وجود نیاورد در ایران؟ حالا اینو من خدمت شما عرض بکنم که ایشون از نظر مذهبی شده بودن. اجازه بفرمایید اینم عرض بکنم که ایشان علاوه از اینکه در کارهای هواپیمایی خدمت میکردن به مملکت، ایشون چون که مدیر درجه اولی بودن همه جا ایشون رو میخواپیدن برای اینکه مدیریت بهشون نشون بده. بنده عضو انجمن مدیریت ایران بودم. این شرکت های مختلف، مؤسسات مختلف، ما یه انجمن مدیریت داشتیم. انجمن مدیریت ایران که معمولا نخست وزیر میومد افتتاحش میکرد و صحبت میکرد. هر نخست وزیری، من چند نخست وزیر رو شنیدم که نطقای اولیه‌شون که مثلا رئیس افتخاری یه نخست وزیر، ایشان چند سال رئیس اون مؤسسه بود و در اونجا واقعا مدیریت رو، ما همه مدیران بودیم ولی ما مدیریت رو میآموختیم. من شخصا خیلی ازشون آموختم اصول مدیریتی که شما در کتابا نمیبینید، در عمل باید یاد بگیرید. در عمل ما میدیدیم ایشون چجوری مشکل رو حل میکنن، چجوری هر مطلبی رو فوری میفهمن که اشکالش کجاست. و بعد ایشون در اون دانشگاه مدیریتی که با هاروارد کار میکرد تدریس میکردن. یعنی ایشون
فعالیتاشون از نظر علمی و از نظر مدیریتی، دانشگاه نورتروپ در امریکا ایشون دکترای افتخاری داد. البته این دکترا رو بیخود نمیدن، به علت کارشون بود و ایشون خلاصه اینطوری هم با کارمندان و کارکنانشون رفتار میکردن که شخصیت همه اینها محفوظ بود. یعنی آقای تیمسار خادمی براش فرقی نمیکرد، اون کسی هم که تمیزکار بود یه شخصیتی بود، با اونم مؤدب و مرتب صحبت میکرد. در بخشی از این که مقالتون نوشتین مردم ایران خدمات هما را در زمینه تحصیلات آمده رفت دانشجویان مقیم خارج به ایران، آسودگی مسافرت زائران حج و رسانیدن بیماران ایرانی به مؤسسات درمانی خارجی را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. من خودم دانشجو بودم در اون دوران پیش از انقلاب و یادم یک بار از نیویورک به تهران رفتم و این پرواز ایرانر بود و بسیار پرواز راحت و خوبی بود. در اونجا یادم چلو کباب هم سرو می‌کردن داخل هواپیما به عنوان غذا و پرواز بسیار خوب و به یاد ماندنی داشتم. ولی تیمسار خادمی دیانت رو با کار مخلوط نمی‌کرد. بله. یعنی اعتقادش این بود که دیانت از سیاست جداست. یعنی جداست. هر کسی هر دینی داره، اون برای خودشه، موضوع شخصی خودشه، ولی کار دولت جداست. اینا رو مخلوط نمی‌کرد با هم دیگه، ابداً مخلوط نمی‌کرد. ولی یک بهایی فعال بود از لحاظ مذهبی، یک بهایی معتقد بود. بله. البته فعالیت‌های مذهبی به اون فرم نداشت. بله. نه، ولی کن اون اصولی که فرا گرفته بود در دین خودش چی بود؟ مثلا گذاشت ترک جمعی تعصب نداشتن، توجه به علم و دانش داشتن. بله. چون در امر بهایی کار عبادته، به کار علاقمند بودن، برای همه ادیان و همه مردم احترام قائل بودن، اینا رو همه رو رعایت میکرد. اما اونطوری که بیاد یه فعالیت خاص مذهبی داشته باشه، به عبارت دیگر من ایشون تظاهر مذهبی نداشت. یعنی اگر شما با ایشون معاشر میشدید، 2 سال هم معاشر بودید، اصلا شما شاید نمیفهمید که دیانت ایشون چیه. یعنی هیچ وقت نمیومد صحبت دینی بکنه. در کار خودش هیچ شخصی رو به علت اینکه دینش فلان دین یا دیانت ایشون استخدام نمی‌کرد. بله. موضوع دین اصلا مطرح نبود. اما اگر یک نفری رو پیدا می‌کرد که این شخص واجد شرایط بود، براش فرقی نمی‌کرد که این کلیمیه، مسیحیه، زرتشتیه، مسلمانه یا بهایی، فرقی نمی‌کرد. اون رو استخدام می‌کرد. برای اینکه کارش کار خوبی بود. این بود که در مؤسسه ایشون از همه این مذاهب شما می‌دیدید که در ایران ایر اشخاص حتی تا حد مدیریت بالا رفتن. یکی از رویدادهای بیادماندنی در رابطه با هما فکر می‌کنم پروازی بود که از لس آنجلس به تهران انجام شد و عده‌ای از هنرپیشگان هالیوود رو به ایران بردن. فکر کنم الیزابت تیلور یکی از اونها بود که بله. به ایران رفت. بله. فکر کنم مهمان هواپیمایی ملی ایران. بله. و اینا کمک می‌کرد به شناساندن ایران به برای عکسی هم هست از تیمسار و الیزابت تیلور. بله این کمک می‌کرد. یعنی شناخته میشه. آخه ایران یه مملکتی بود که شناخته شده نبود. بله. و بنده که اون موقع در آلمان تحصیل کرده بودم، اونجا متوجه بودم اینا خیال می‌کردن اون پرژیا و ایران نمیدونم یه مسئله بود، چون اسم ایران کرده بودن. بله. یعنی گفته بودن همه بگن ایران، اونا تصور میکردن که این اسم جدیدیه. ایران یه مملکتی رو در ردیف افغانستان و بلوچستان و عراق اینطوری شده بود. بله. در صورتی که ایران یه مملکت قدیمی، ایران همون پرژیاست، ایران یه مملکت قدیمی متمدن، تمدن بزرگ. این آقا نفوسی مثل ایشون از جمله تیمسار خادمی، اینا سعیشون این بود که ایران رو معرفی کنن، فرهنگ ایران رو معرفی کنن. ایشون یک تابلویی داشت نوشته بود که ایران ایر the airline of Persia، که بفهمن که پرژیا همون ایرانه، اون تمدن یونان، مصر، روم و ایران همین تمدنی است که الان ایرانیان امروز وارث اون هستند و این رو خیلی همه جا
به اصطلاح دنبالش بود و معرف ایشون یه معرف خوبی برای ایران و فرهنگ ایران در تمام دنیا بود. بله. یکی از خصوصیات یک هواپیمایی خوب اینه که سر وقت پروازش همیشه انجام بشه و به یاد دارم که یک پروازی داشت هما که حدود ساعت 12:31 نه 12:30 درست 12:31 به اروپا میرفت و این یکی از وجوه مشخصی هما این سر وقت پرواز کردن. حالا اینجا اجازه بدید من یه نکته رو بگم که خودی شاید مفرح باشه. بله. و اون ساعتش بود 12:34. 12:34. یه عده‌ای هم دست گرفته بودن میگفت سر 12. بله. میگفتن که ایشون چون افسر نظامیه گذاشته 1 2 3 4 1 2 3 4 کرده. ولی 12:34 ایشون مخصوصا میخواست بگه که اینطوری نیست که ساعت 12:30 نه 12:34 این پرواز. بله این کارا و مدیر ایشون میدون سیستم غذای هواپیمایی هم آورده بود، اون کارخانه تولید غذا برای مسافرین. اون رو هم هواپیماهای دیگری هم که میومدن در تهران غذا میگرفتن، از مؤسسه ایشون غذا میگرفتن. دکتر علی، با توجه به یک همچین سابقه ای که تیمسار خادمی داشت، آیا هیچ وقت در مزان اتهام قرار گرفته بود که مثلا مرتکب سوء استفاده شده در هما یا خفساد در اونجا برقرار شده زیر نظر ایشون؟ آیا هیچ کدوم از این مسائل رو داشت؟ عرض کنم البته افرادی که موفقن همه جا، نه در ایران، همه جا یه عده‌ای حسادت دارن، یه عده‌ای براشون میخوان بزنن. بله. و اون افرادی که اونا کنار گذاشته شدن اونا ناراحت، این عادیه، پیش میاد. من فکر میکنم ایشون هم استثنا نبوده، اما هیچ وقت هیچ گونه اتهام رسمی حتی نیمه رسمی، شایعات من کاری ندارم. بله. در مورد اینکه در هواپیمایی ایران درستکاری مثلا وجود نداره بنده نشنیدم و نبود، هیچ وقت نبود، برای اینکه ایشون نهایت درجه مقید بود که درستکاری باشه و با وجود اینکه ایشون خب خودش و پدرش هم موفق بود در کار و کسب خودش و خانم ایشون خانم دکتر مؤید بودن که از متمولین، دکترهای مشهور متمولی بودن، یعنی خانمشون متمول بودن، ولی ایشون زندگیش اصولا خیلی ساده بود. چون من با ایشون معاشر بودم، مکرر بنده رو خونهشون دعوت کرده بودن، ایشون هم خونه من آمده بودن. اینها خیلی زندگی عادی ساده ای داشتن، یعنی هیچ احتیاج، ایشون اصلا دنبال تمول نبود، اصلا دنبال تمول نبود که مثلا همه جا ملک داشته باشون، این کارا رو دنبال کار خودش بود. از نظر کاری هیچ کسی به ایشون اعتراضی نمیتونست داشته باشه، برای اینکه واقعا مناسبتر از شخص ایشون، شخصیت ایشون برای این کار ایران ایر کسی دیگه اصلا در دید نبود. این بود که از نظر مذهبی هم من یه نکته رو به شما عرض کنم. وقتی من عرض کردم به شما که ایشان مذهب رو با کار قاطی نمی‌کرد و ایشان برای همه مذاهب احترام قائل بود و البته بهائیان برای مذهب اسلام هم خیلی احترام قائلن، برای اینکه او رو مذهب الهی میدونن. به این ملاحظه کار حج رو به ایشون واگذار کردن. بله. مسافرین و ایشون به طوری خوب رفتار کردن که همون آیت الله ها و همون علما سال بعد هم گفتن نه ایشون باشه. یعنی با ایشون همکاری میکردن، یعنی هیچ از ایشون نه نارضایی کاری وجود داشت، نه نارضایی به اصطلاح مالی وجود داشت و نه نارضایی دینی. آخوندها و سایرین با ایشون مخالفتی نداشتن، برای اینکه کسی دیگه هم در نظر نداشتن، میدیدن ایشون با کمال میل و صداقت این موضوع حج رو به اندازه دقیق و خوب انجام میده که حجاج و مسافرین همه راضی و میگن از این بهتر نمیشه. خب دکتر علی، میتونیم که در اون ماه‌های قبل از انقلاب یک سری از مقامات ایران به دستور شخص شاه بازداشت شدند.
از کار برکنار شدن یا بازداشت شدن. و تیمسار خادمی در اون فهرست کسانی بودن که از کار برکنار شدن و بازداشت شدن؟ یک کمیته تشکیل شده بود به نام کمیته ضد خرابکاری. بله. این کمیته ضد خرابکاری با سازمان امنیت منطبق نبود، یعنی سازمان امنیت در این کمیته ضد خرابکاری نمایندگانی داشت، ولی این کمیته ملی که تشکیل شده بود یک اعضای دیگری هم داشت از سایر سازمان ها. من درست نمیدونم که کیا بودن، ولی میدونم که این کمیته ضد خرابکاری جدا بود از سازمان امنیت، ولی البته عرض کردم خدمتتون که از سازمان امنیت نفوذی اونجا بودن. این رو تشکیل داده بودن برای که این موقعی بود که وضع خیلی بد شده بود و اساس سلطنت متزلزل شده بود. شاه ایران خیلی ناراحت شده بود از این موضوع و خیلی احساس میکردن ممکنه که خرابکاری هایی بکنن که سلطنت از بین بره. برای حفظ این موضوع، حفظ سلطنت و حفظ رژیم، این کمیته رو تشکیل دادن با اختیارات تامه و این کمیته بود که یه نفوذی رو میگرفت. لزوماً این رو من اینجا میتونم بگم، لزوماً شخص شاه با گرفتن اون افراد موافق نبود و این گرفت و گیرها هم به دستور شخصی اون نبود. یعنی وقتی هویدا رو گرفتن، این کمیته میگفت باید اونو گرفت برای اینکه سلطنت باقی بمونه و شاه هم میبایستی موافقت کنه. اصلا گاهی همش نمیگفتن، بعداً میگفتن، ولی اون دستور نداده بود که مثلا برید فلان شخص رو بگیرید، برید داریوش و همایون رو بگیرید. این کمیته این کار میکرد و این کمیته در فکر کرد بود پیش خودش تمام نفوسی رو که خودی نزدیک بودن، شغلای مهمی داشتن، اینا رو اگر بگیره و دور بکنه، مخالفین، یعنی بیشتر نظرشون به آخوندا بود، چون تشخیص داده بودن که آخوندا مخالفت فروکش خواهد کرد. فروکش خواهد کرد. از به این ملاحظه بود که هویدا رو گرفتن و الا هویدا واقعا هیچ جرمی بر علیهش وجود نداشت که برن بگه. به این دلیل بود که شهردار تهران گرفتن. البته من خدمتتون عرض کنم که متون تاریخی نشون میده که هویدا رو در یک جلسه ای که شاه و حتی فکر میکنم ملکه هم حضور داشته، در اونجا در این مورد صحبت میشه و در اونجا تصمیم گیری میشه که هویدا رو بنده نمیدونم، ولی این کمیته پیشنهاد دهنده بوده. یعنی این کمیته بوده که پیشنهاد میداده، یا عمل میکرده بعداً به اطلاع میرسونده یا قبلاً به اطلاع میرسونده، ولی به هر حال این چه جوری بوده. فقط این نکته هست که این کمیته بوده که این کارا رو انجام بده. سنداشو من اینجا گذاشتم و اینا فکر میکنن که اگر بیان خادمی رو بگیرن، چون هم سپهبده و نزدیک به اصطلاح رژیم هست و هم خوب شخص مشهوری است و هم بهایی هست، اگر این رو بگیرن و از بین ببرن، آخوندا خیلی راضی میشن. بیش از 100 نفر رو دستگیر میکنن. بله دستگیر و تیمسار خادمی چند وقت در زندان بود؟ آمده بودن که دستگیرش کنن. یعنی آمده بودن اون روز دستگیر. بله آمده بودن دستگیر، ولی کن اسناد نشون میده که خب اگر می‌خواستن ایشون رو دستگیر کنن کاری نداشت، خب یه دی میرفتن دستگیرش میکردن دیگه مثل بقیه. ولی 3 نفر رو با اسلحه فرستاده بودن اونجا که اسمشون رو بنده در مقالم آوردم که اینا کیا بودن. بله. به دستور اون کمیته ضد خرابکاری آمده بودن اونجا بدون اطلاع سایر مؤسسات با اسلحه و اینها به زور خودشون رو وارد حیاط کرده بودن که دنبال تیمسار خادمی میگردیم. در صورتی که خوب میتونستن بگن ما آمدیم ایشون رو بازداشت کنیم. خب قبل از اینکه بیشتر در این مورد صحبت کنیم، اساس این تحقیقات شما چیست که دقیقاً به این نکات پی بردین و میگویید اسنادی هم در این مقالتون میبینم در این کتاب در ایران نامه به چاپ رسیده. بیشتر توضیح بدین که چگونه اصلا شما به دنبال این مسئله. این یکی از ناگفته های انقلاب فکر میکنم، چون یه عده دیگر بودن از امرای ارتش که در دوران درست روزهای قبل از انقلاب ترور شدند و هنوز هم مشخص نیست که دقیقاً اینها رو کی ترور کرده. بفرمایید دکتر. بنده چون هم با تیمسار خادمی خیلی نزدیک بودم، ایشون دوست
بزرگتر من بودن، من به ایشون نگاه میکردم، البته از ایشون میآموختم، ولی به من یک نظر محبت و لطفی داشتن و ما عاشرت فامیلی داشتیم. و اون موقع من در تهران بودم. خبر آوردن که ایشون رو کشتن. قبل از اینکه این خبر بیارن من اینو اینجا ننوشتم، ولی اینجا به شما اظهار می‌دارم. روز قبلش ما این برنامه شنیدیم که ایشون خودکشی کرده. روز قبلش تلفن کردیم، من پولی تلفن کردم به خانمشون، گفتن نه چه خبری نیست. حتی از امریکا تلفن کرده بودن. یعنی این خبر خودکشی قبل از قتل منتشر شده بود. این کاملا روشن بود، برای بنده که روشن بود، برای اینکه به من خبر دادن که شنیدی. چی رو شنیدم؟ تیمسار خادمی خودکشی کرد. تلفن کردم گفتن نه هیچ همچه خبری نیست. اون وقت بعد شنیدیم که بله ایشان رو زدن و بردن بیمارستان. بنده یک دکتر خانوادگیم آقای دکتر حسین نجی بود، سرهنگ بود، دکتر من بود و ایشون هم خیلی نزدیک بود، با خادمی آشنایی داشت. ایشون چون سرهنگ بود رفته بود به بیمارستان و اجازه داده بودن بهش بره تو، ولی که دکتر سرهنگ. و ایشون اون شب من دیدمش، گفتم چطور بود؟ گفت که از پشت گلوله خورده و این خودکشی نیست، این رو زدن. و پزشک قانونی هم اظهار کرد که این خودکشی نیست، این قتله و نوشته که این قتله. ولی چگونه در اون ایام اعلام کردن که ایشون، یادم میاد که گفته بودن ایشون به خاطر بدهی هایی که به بار آورده بر اثر قماربازی و اینا دست به خودکشی زد. یه همچین مقاله‌ای من در یکی از روزنامه‌ها دیدم. هر روزنامه‌ای که نوشته این مطالب نوشته بر اساس شایعات نوشته. عرض کردم که ایشون اولا شایعه خودکشی ایشون رو قبلا منتشر کردن. چطور ممکنه یه نفری قبل از اینکه خودش کشته باشه شایعش منتشر کرد؟ دوم این که ایشون هیچ قرضی به کسی نداشت، هیچ مسئله مالی اصلا در زندگیش نبود، هیچ کسی از ایشون طلب نداشت، هیچ سوء استفاده هیچ جا نشده بود. این مطالب همش مطالب شایعه‌ای بود که راجع به همه میگفتن، راجع به ایشون هم میگفتن. بعد وقتی که این جریان واقع شد، آقای دکتر نجی که من در این مقاله نوشتم که ایشون با من خیلی نزدیک بود و مرد بسیار به اصطلاح موجهی بود، ایشون این مسئله رو عنوان کرد و بعد و بنده خاطر جمع بودم که این خودکشی نیست. بنده آمدم به لندن، دختر ایشون مونا در لندن بود که ایشونو ببینم و صحبت کنم و اینها. اینجا روزنامه تایمز آمدن با من مصاحبه کردن و من گفتم بهشون که این روزنامه تایمز هم گفتن ما از همه جا شنیدیم که این خودکشیه. امروز در دفتر کار دکتر سیروس علایی هستیم، نویسنده و پژوهشگر مقیم لندن. درود بر شما دکتر علایی. خیلی خوشحالم که شما تشریف آوردید و امیدوارم که بتوانم به سوالات شما تا حدی که مقدورم باشه جواب بدم. دکتر علایی، در فصلنامه ایران نامه در یکی از شماره‌های اخیرش مقاله‌ای از شما خواندم تحت عنوان چگونگی درگذشت سپهبد علی محمد خادمی، مدیرعامل وقت هواپیمایی ملی ایران هما. میدونیم که در روزهای ملتهب پیش از انقلاب 57 تیمسار خادمی در منزل خودشون در شمال تهران به قتل رسیدن. البته میدونیم که مقامات حکومت نظامی وقت که هنوز در دوران سلطنت پهلوی در اونجا فعال بودند اعلام کردند که آقای خادمی خودکشی کرده. پیش از اون که به جزئیات این مسئله بپردازیم، دوست دارم برای نسل جوان ایرانی که به واسطه تحریف تاریخ توسط جمهوری اسلامی ممکن از گذشته کشور به خوبی آگاه نباشند، اندکی در مورد شخصیت تیمسار خادمی و فعالیت‌های او و خدماتش برای ایران صحبت کنیم. البته شرح حال
مفصل تیمسار خادمی در همین مقاله‌ای که اشاره کردید خلاصش آمده، مفصلترش در مقالات دیگری که نشر شده وجود داره، ولی بنده یک خلاصه‌ای فقط بیان کنم. تیمسار خادمی یه مردی بود به تمام معنی خودساخته، یعنی از یک خانواده خوبی ولی ساده‌ای از جهرم، اینا در جهرم پدرش اقامت داشت و بعد در اونجا مشکلاتی براشون بود از نظر مذهبی. همون موقع پدر وقتی که این پسر فقط 4 سالش بود با خانواده عازم اصفهان شدن و تیمسار خادمی، یعنی خادمی حالا میگوییم تیمسارش رو، بعد در اصفهان به دبستان و دبیرستان رفتن و خیلی شاگرد ممتازی بودن از همون اول و همون در دوران دبیرستان هم برای اینکه روی پای خودش بایسته این مرد در ساعات فراغت درس میداد به همشاگردی‌هاش و یه مبلغی دریافت میکرد، یعنی یه پولی میگرفت و خرج خودش در میآورد. معلم خصوصی بودن. بله معلم خصوصی. بعد ایشون وقتی که دبیرستان تمام کرد، چون خیلی دانش آموز ممتازی بود، آمد تهران و در مسابقه ورودی دانشکده افسری شرکت کرد که خیلی شرکت میکردن افراد دلشون میخواست که در اون دانشکده به اصطلاح درس بخونه. بیش از اون که ادامه بدیم بفرمایید که وقتی گفتید که ایشون مشکلاتی داشتن لحاظ مذهبی، علتش چی بود؟ علتش این بود که ایشان خانوادهشون بهایی بود. بله. و ایشون هم بهایی بودن و در شهرهای ایران همیشه اگر یه وقتی یا آخوندی پیدا میشد که میخواست خودی نشون بده، وسیله خودنماییش این بود که بهایی‌ها رو اذیت کنه و با بهایی‌ها در بیفته و با پدر ایشون هم به این ترتیب در اون جهرم خیلی بد رفتار میکردن. به این ملاحظه این است که ایشون ترک کرد، اونجا رو ول کرد، دید فایده نداره شکایت به این ور اون ور و آمد و وارد دانشکده افسری شد. در این مسابقه دانشکده افسری رتبه اول شد. رتبه اول شد و آمد. حالا این هنوز زمان رضا شاهه، یعنی اینو باید شما در نظر بگیرید. و ایشان آمد و بعد از یه مدت کمی خیلی ترقی کرد در کار به اصطلاح هواپیمایی، قسمت هوایی، خلبان هوایی شد و ایشون اولین شخصی هستن که نه تنها از ایران دیپلم به اصطلاح پرواز گرفتن، در انگلستان هم ایشون آمد و دوره‌ای رو دید و خلبان شد و خلبان بسیار بی‌نظیری بود، یعنی خلبانی که اطلاع کافی داشت از کار خودش و از هواپیمایی. خلبان چه جتی بودن؟ جت مسافربری بله، یا نظامی؟ خب همون هواپیماهایی که اون موقع بودن. بله. اون موقع هنوز دوران جت نبود ولی هواپیماهای ملخی بودن و ایشون آمد در ایران و پرواز میکرد، برای این مدتی 4 سال برای پست پرواز میکرد. حالا من با اون قسمت ها که ایشان به اصطلاح یک خلبان پروازی بود. بله. که پرواز میکرد و بسیار خوب آشنایی داشت با این هواپیماهایی که اون موقع بود، ولی ایشان ترقیش از موقعی شد که نظر به این که ترقی کرد و احساس کردن که این در یک خلبان ممتازی هست، تحصیل کرده. ایشان مدتی شد رئیس ستاد نیروی هوایی در ایران. در اون موقع ایشان تقریبا میشه گفت سرلشکر شده بود. در دوران سلطنت محمد رضا شاه. بله، در دوران سلطنت محمد رضا شاه. بله. ایشان شد رئیس ستاد نیروی هوایی. بله. و یه 2-3 سالی در این سمت خدمت میکرد و خیلی کمک کرد به اینکه نیروی هوایی به یه فرم خیلی مدرن امروزی بیرون بیاد. البته ایشون تنها نبود، افراد دیگه هم بودن، ولی دوران 3 ساله ایشان به اصطلاح به اقرار بسیاری از متخصصین مؤثر بوده است در اینکه نیروی هوایی ایران به صورت یک نیروی مدرن بین المللی شناخته بشه. بعد از اون قرار خواستن در ایران این مسئله پیش آمد که شرکت هواپیمایی مهمی همسنگ هواپیمایی های دنیایی داشته باشن، چون تا اون موقع ایران ایر یا حالا اسمای دیگری داشتن، یه چند تا هواپیمای ملخی داشتن، داکوتا. بله. که بنده سوار اینا شده بودم
و واقعا یک داستانی بود. دکتر علی، یک شرکت هواپیمای ایرتاکسی هم بود اون موقع؟ بله بودن، بله. البته اون ایرتاکسی که جدا بود، ولی یه شرکت هواپیمایی مثلا رسمی هم بود. بله. که چند تا هواپیمای 2 موتوره و 4 موتوره داکوتا داشت. بله. و اینها آدم هر وقت که میرفت میبایستی خلاصه اشهدشو بگه. معلوم نبود که آیا برسه یا نرسه. بنده یه سفر رفتم به بندر عباس که کار داشتم و واقعا موندم. یعنی دیگه گفتن هواپیما هوا خوب نبوده نیومد. من برای 2 روز رفته بودم. من 10 روز در بندر عباس موندم برای اینکه هواپیما نبود. و اون اوایل کار این هواپیمای ملی ایران بود که در اوایل دهه 60 میلادی. بله. حالا شرکت هواپیمای ایران ایر تشکیل شده بود. بله. ولی چی تحویل تیمسار خادمی داده بودن؟ چند تا هواپیمای کهنه داکوتا 2 موتوره و 4 موتوره، همینا. و بنده یادم هست که در بندر عباس مونده بودم و یه دیگه مونده بودم، ما نمی‌دونستیم چی کار بکنیم. من به هر حال تونستم تلفن کنم بهشون که ما اینجا موندیم. ایشون یه هواپیمایی فرستادن که ما رو بردن به بوشهر، از بوشهر ما رو بردن به شیراز، از شیراز سواری هواپیمای دیگری کردن آوردن به تهران. خلاصه این مسافرت هوایی ما 10 روز به عقب افتاد برای که ایران چیزی نبود. یعنی یه همچین مؤسسه‌ای رو تحویل ایشون دادن. بله. ایشون در عرض 16 سال مدیریتی بروز داد و واقعا استعداد شگرف مدیریتش هویدا شد که تونست این هواپیمایی رو به یکی از هواپیمایی‌های مهم جهانی با حدود 30 عدد هواپیمای جت تبدیل کنه. و بدون شک یکی از مهمترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا بود و با شرکت‌های مثل پان امریکن، TW اینا رقابت می‌کرده. بله، در حد خودش. بله. در حد خودش البته اونا هواپیمای بزرگی بودن، ولی ایشون این هواپیمایی رو پله به پله بالا آورد. بله. و از همه مهمتر این بود که شاید بعضی باور نکنن، در تمام این مدتی که ایشون مدیر عامل بود، 16 سال، حدود 16 سال، به اندازه ایشون به انسانها احترام میگذاشت و به اندازه انسان دوست بود که موضوع ایمنی براش مسئله نمره 1 بود و هیچ حادثه‌ای برای ایران ایر در عرض این 16 سال اتفاق نیفتاد. ایران ایر دارای بهترین کارنامه ایمنی در میان شرکت ایمنی، در حالی که ایشون بهترین خلبانا رو نداشتن. بله. ایشان بهترین نمیدونم کارمندان رو نداشتن، ولی توجه ایشون به ایمنی، هیچ از هر خرجی ممکن بود بزنن اما از خرج ایمنی هواپیما نمیزنن. بله. ایشان حالا سپهبد شدن و اینقدر مورد توجه هواپیمایی های دیگر دنیا قرار گرفتن که چطور یه هواپیمایی از صفر یک دفعه تبدیل میشه به یک هواپیمایی بین المللی. واقعا حتما امکانات هم در اختیارشون قرار گرفته بود از سوی دولت. البته داشته داشتن، رنگ صورتشون نیست. گفتم چی؟ گفتن 3 نفر آمدن تو خونه، به زور آمدن تو خونه. البته بعضیا گفتن که از دیوار پریدن یا از در آمدن. به هر حال توی اون سند این نیست که از روی دیوار پریدن، ولی این است که به هر حال خودشون رو وارد منزل کردن و دنبال چیز میگردن، دنبال تیمسار میگردن، میگن که ما تیمسار رو میخوایم. در این موقع خانمش میگه در این موقع تیمسار آمد بیرون ببینه چه خبره. وقتی آمد بیرون یکی از اینا با هفتیرش در آورد، دوید دنبال تیمسار که بزنه. یه نفر دیگه شونم دنبال اون رفت. گفت به فاصله 2 دقیقه وقتی اینا رفتن تو خونه صدای تیر بلند شد. صدای تیر، 2-3 تا تیر بلند شد و من رفتم اونجا، گفتم خب اینو کشتن. گفت دیدم که یکی از اینا با هفتیرش آمد بیرون، هفتیری که مثل این که کار کرده آمد بیرون و من رو هم تهدید کرد. برو. گفتم نه، چه کار کردید؟ داد بیداد و اینا کردم. ولی این 3 نفر به سرعت رفتن بیرون از خونه و رفتن و ما رفتیم دیدیم تیمسار افتاده.
خورده و تلفن کردیم آمدن ایشونو بردن به بیمارستان که در بیمارستان درگذشتن. اون وقت از فرمانداری نظامی یک نفر فوری یکی دو روز بعد آمد برای رسیدگی و اون آمد دید که 3 تا تیر شلیک شده، دو تا پوکه خورده به دیوار، پوکه ها رو در آوردن و یکیش خورده به پشت سر ایشون که از همون، یعنی 3 تا تیر هست که شلیک شد که نشون میده که میگفت می‌نویسه در اینجا که دیدیم که اوضاع به این فرم هست و اینا شروع کردن به رسیدگی و رفتن اون 3 نفر رو گرفتن، چون اون 3 نفر مشخص بود گرفتن. اسامیشون رو شما در بله اسامیشون اینجا هست. گرفتن. اون وقتی که گرفتن اونا گفتن نه و ما آمده بودیم که ایشونو بگیریم ولی کن به ما گفتن بگیریم ولی که ما صدای تیر شنیدیم برگشتیم. بازپرس می‌نویسه این خیلی غیر قابل قبوله که 3 نفری رو مأمور کردن برن تیمسار رو بگیرن، یه همچین وظیفه مهمی. اینا آمدن یه صدای تیر شنیدن برگشتن، مگه ممکنه؟ بعد یکی از همسایه‌ها گفته که اونم تو اسناد هست که اون سرگرد میگه یکی از همسایه‌ها گفت نه خیر من دیدم که 3 نفر از اینا خارج شدن و یه نفرشون 7 تیر دستش بود و رفتن به سرعت. این به این ترتیب خانمش میگه که اینطوری بود. اون وقت در اون جلسه 20 نفر بودن. 20 نفر بودن که چند نفرشون فقط لباس نظامی داشتن، بقیه هم همین نظامی ولی غیر. اون رئیس دادگاه، اون رئیس بازپرسی میگه خانم شما الان اگر اینجا بگردید میتونید این شخص رو پیدا بکنید؟ میگه میتونم. میگرده و این شخص رو پیدا میکنه، میگه این بود و اون یکی هم پشت سرش بود. این دوتا اونجا بودن، آورده بودن اینا رو. میگه اینا بودن و بعد اونجا میگه چرا همسر منو کشتید؟ یعنی این اونا چی میگن؟ اونا هیچ حرف نمیزنن، هیچ حرفی نمیزنن. ولی برای اون دادگاه، برای اون عده فرمانداری نظامی، دادگاه فرمانداری کاملا مشخص بوده که این قتل واقع شده و این شایعه رو فقط از این لحاظ منتشر کردن که نگن که حالا مثلا فکر کنید که دولت رفت یک همچین تیمساری رو کشت. دکتر علایی در میان عکسایی که میبینم در مقاله شما یک عکسیه که در تهران 15 آبان ماه 57 گرفته شده که تیمسار با همسرشون و پسرشون نشستن. این عکس یک روز قبل از این واقعه است. کسی بخواد خودکشی بکنه فکر نمی‌کنم یک چنین چهره بشاشی داشته باشه در کنار همسرش و پسرش بشینه و روز بعد بخواد تصمیم بگیره. البته چون یه عده‌ای منتشر کرده بودن که خب برای اینکه خودکشی، خب به چه دلیلی خودکشی؟ گفته بودن که بله ایشون حالش به اندازه‌ای بد شده بود و مریض شده بود و به کلی از خود بیخود شده بود که نمیدونست چه کار میکنه و فلان اینا، به حالت دیوانگی و اینها و خودکشی کرد. این عکس رو بنده مخصوصا بین عکسایی که به من دادن انتخاب کردم که نشون میده ایشون یک روز قبل با همسرش و با پسرش چقدر آرام و خوب نشستن و بعد خانم ایشون رو توقیف کردن. خانم ایشون توقیف رفتن به، حالا این رو من خصوصی به شما بگم، رفتن به اعلیحضرت گفتن که ایشون خودکشی کرده. اعلیحضرت خیلی ناراحت شد. گفت چطور خودکشی کرده؟ چطور ممکنه ایشون همچین خودکشی؟ گفتم خودکشی. گفت آقا چه دلیلی دارید؟ اینا آمدن دلیل رفتن خانه‌شون توقیف کردن، بردن زندان که تو بنویس که ایشون خودکشی کرده. 1 ماه و خورده خانم ایشون در زندان بودن و آخر سر ننوشتن. آخر سر خانمش نوشت که من در حیات بودم، صدای تیر شنیدم، رفتم دیدم ایشون از پشت زدن. بعد اینو میبرن به اعلیحضرت نشون میدن. اعلیحضرت میگه این که دلیل خودکشی نیست، که این درست دلیل قتل، این دلیل خودکشی نیست. خانم ایشون کجا میگن 1 ماه تو زندان. وقت دستور میدن که خانم ایشون رو آزاد کنید. خانم ایشون رو آزاد میکنن. یعنی اعلیحضرت شخصا از این موضوع من فکر می‌کنم نه تنها دخالتی نداشتن بلکه ناراحت هم شدن. خب سوال دومی که گفتین اگر صاحبان دم بیاین و خواستار رسیدگی بشن در این حکومت اسلامی میآیند و این کار رو انجام خواهند داد، آیا این واقعیت داره؟ یعنی واقعا این کار رو خواهند که و اگر اینطوره چرا صاحبان دم خانمشون نمیان
بگن که بیاین رسیدگی کنید که ببینید چی شده، چه بلایی بر سر تیمسار اومده؟ آخه علتش این است که اونها اموال تیمسار و خانمش و فرزندان و همه رو مصادره کرد. بله. خب درسته؟ از یک دادگاهی که اموال اینها رو مصادره کرده و اگر بره اونجا ممکن اینا رو هم باز به عنوان مصرف بگیرن، انتظار این که اینا حالا بلند شن برن در تهران و مثلا دادخواهی بکنن، ضمناً اون 3 نفر قاتل همه از بین رفتن. الان یکیشون گویا اعدام میشه به وسیله، چون از ساواکی ها بوده اعدام میشه، تو 1 نفر دیگه شون هم بعد میمیره، اون یکی هم وجود هم دیگه ندارن اینا. این است که هیچ عنوانی دیگه اما از نظر قانونی بله میتوانن برن اونجا، ولی اینها دیگه این بچه ها هیچ وقت دیگه به ایران قدم نگذاشتن. دیگه چطور برن اونجا جایی که پدرشون رو حکومت سابق کشته، حکومت فعلی تمام اموالشون رو مصادره کرده، برن اونجا دادخواهی بکنن از چی؟ این است که اینا نرفتن. ولی بله قانونا این پرونده بازه. و اگرم برن اینها، نتیجه این خواهد شد که میگوین که خیلی خوب، حالا برای اینکه ما بین رسیدگی کنیم باید متهمین رو بیاریم دیگه. بله. متهمین هر 3 درگذشتن. دکتر علی، یک تئوری که من شنیدم، حالا نمیدونم شما تا چه حد باش آشنا هستین، آیا شنیدید یا نه، این بود که در دوران انقلاب میگفتن که عده‌ای از این کماندوهای فلسطینی وارد ایران شده بودن، عرفات اینا رو فرستاده برای کمک به انقلابیون و اینا حتی در اون ماجرای میدون ژالم یه جوری دست داشتن این کماندوهای فلسطینی و میگوین این کماندوها رو با هواپیماهای ملی ایران، با هواپیماهای هما وارد ایران میکردن و یه جوری میگفتن که این ارتباط پیدا میکرده با تیمسار خادمی و یکی از دلایل ممکنه از بین بردن ایشون آگاهی تیمسار بوده باشه از این انتقال این کماندوهای فلسطینی از خارج به داخل ایران توسط هما. به نظر بنده اینها هم از اون شایعات عجیب و غریبی است که میگویند و عنوان میکنن. اولا هما که به فلسطین نمیرفته بیاد، نه از لیبی و از لبنان یا کشورهای عربی. من فکر میکنم که اینها اصلا همچین مسائلی نبوده و اگر یه همچین چیزایی بوده هواپیماهای ارتشی بودن، وجود داشتن، اونا فرق داشتن با هواپیمای ایران ایر. حالا اگر یه مسافری رفته، مثلا من نمیدونم یه مسافری فکر کنید که خرابکار باشه و بره و بخواد بیاد ایران، اون موقع شناخته شدن مثلا در پاریس یه بلیتی بخره و بره سوار هواپیما بشه و بیاد تهران، این دیگه به اون هواپیمایی ربطی نداره. چون هواپیمایی فقط مگر اینکه اسامی اینو به اون هواپیمایی داده باشه. امروز هم این کارو میشه کرد. امروز هم این کارو میکنن افرادی که میخوان برن یه ترور بکنن، با یه پاسپورت به اصطلاح غیر واقعی ساختگی میرن و یه بلیتی میخرن و میرن به اون مملکت، بعد اون وقت شروع میکنن به اون کارهای ترور. اون شرکت هواپیمایی اصلا خبر نداره که این کیه و مسئولیتی هم نداره مگر اینکه قبلا بهش اطلاعاتی داده باشن. اینی که تیمسار خادمی یک فردی بود بسیار مومن، به این معنا که به کار خودش ایمان داشت و به هیچ وجه به اصطلاح وارد معلوم شده این شایعه رو منتشر کردن. بعدش من گفتم خودکشی. اونجا در یک مقام، در یک اعلانی که یا خبری که دادن نوشته بودن که بله ایشون رو کشتن و میگن که عنوان میکنن که خودکشیه، ولی ما از یک مقام معتبری اطلاع پیدا کردیم که این قتل بودن و نه خودکشی. چرا باید حکومت نظامی در اون دوران بیاد و تیمسار خادمی رو بکشه؟ نمیدونم، این خودش یه مسئله است که اولا چرا ایشونو کشتن، ثانیاً این که چرا اینو قتل اعلان نکردن و خودکشی اعلان کردن. اسنادی که هست، این اسناد رو بنده اینجا در یک پوشه بزرگی دارم، بیش از 100 سند در اینجا. این نشون میده که کمیته ضد خرابکاری این مسئله رو، این مطلب رو به ابتکار خودش انجام داده و
شاه مملکت اعلیحضرت اطلاع نداشته از این موضوع بله. و دولت اطلاع نداشته از این موضوع. دولت ازهری بود اون موقع، اطلاع نداشته از این موضوع و قتل جزو به اصطلاح مرسومشون نبوده، نمیبایستی که این رو میکشتن و برای خاطر اینکه خودشون رو موجه قلمداد کنن یا اینکه تیمسار رو مقصر قلمداد کنن در هر موردی، مثلا چون خودکشی در حقیقت یه نوع اقرار به تقصیره، این است که این موضوع خودکشی رو مطرح کرده بودن و نشون و وقتی که این 3 نفر میان و ایشون رو میزنن، فرمانداری نظامی اون 3 نفر رو میگیره و حکم بازداشتشون رو صادر میکنه و به اصطلاح اون بازپرس ارتش اظهار می‌داره که این قتل و دلایلش رو اظهار می‌داره که اینها همه در اسنادی که اینجا هست آمده. خب بفهمین اسناد چگونه به دست شما افتاد؟ اینها مال دورانیه که هنوز حکومت سلطنتی برقرار بوده، یعنی بله. صورت جلسات رسیدگی به این ماجرا هستش؟ بله این اسناد بعد از اون جریان و بعد از اینکه منتشر شد که ایشون خودکشی کردن، هم خانواده ایشون و هم بنده و یکی 2 نفر از دوستانشون، مخصوصا بنده، که خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا یه همچین دروغی رو عنوان میکنن. ولی خب ما اظهار میکردیم و میگفتیم، ولی خب قبول نمیکردن. سند لازمه برای این نوع مسائل، سند لازمه. بنده با منیب پسر ایشون در تماس بودم و مطلبی که به ایشون گفتم این بود که تا اسنادی به دست نیاد، یعنی پرونده کار به دست ما نیاد و ما سند نداشته باشیم، ما نمیتوانیم در این مورد به طور قطع بگیم که نه خیر، ما اعتقادمون اینه که ایشون به قدرتون شما باید اینو قبول کنید. خب قبول نمیکنه، یه دی میگن نه خیر این خودکشی بوده، شما چون دوست داشتید این حرفو میزنید. این اسناد در تهران بود و دسترسی بهش خیلی در اون زمان که خیلی اون اوایل هم خیلی مشکل بود و به اصطلاح دسترسی بهش نبود. ولی بعداً چون این کار مربوط به قبل از انقلاب بود، افرادی که در این اسناد در تصرفشون بود در دوره انقلاب خیلی زیاد به این موضوع علاقه نداشتن، یعنی مثلا بیان حکومت سابق رو تبرئه کنن که نه ایشون خودکشی کرده و فلان، چون نه همش مربوط به سابق بود. و من عرض کردم که حتی طبقه روحانیون هم خصومت شخصی با ایشون نداشتن. یعنی اصلا ایشون روی صفحه رادار آخوندها نبودن. نه اصلا نبودن. این که شما میفرمایید که کمیته خرابکاری مثلا ممکنه برای فروکش کردن اعتراضات اونا به اشتباه بله. اشتباهات زیادی شد. یکی از اشتباهات زیاد این بود که تصور میکردن اگه حالا بیان یه آوانتاژایی به آخوندا بدن، اونم آوانتاژایی که بعضی از آخوندا ممکن ذکر کرده باشن، میتونن طبقه آخوند رو بیارن طرف خودشون. بر حسب اشتباه بود. اینم یکی از اون اشتباهات بود. خب شما فرمودید که اون کسانی که رفته بودن دستگیر کنند تیمسار خادمی رو، اونها رو بازداشت میکنن. اونها رو خب نتیجه این بازداشت میکنن و متهم به قتل که محاکمه کنن. خب. بعد کمیته ضد خرابکاری خیلی قدرت داشته، میگه نه این به صلاح نیست. صلاح در اینه که اینها آزاد بشن و موضوع چیز پخش بشه، موضوع خودکشی پخش بشه، تئوری خودکشی و این به اصطلاح بازپرس می نویسه که من به ناچار در اثر فشار، اینا توی اسناد هست، در اثر فشار کمیته به اصطلاح ضد خرابکاری اینا رو آزاد کردم. دکتر علایی که این اسناد به دست شما میفته در چه تاریخی؟ حالا اجازه بفهمید، پسر ایشون با تهران در تماس بوده و بعد از مدت‌ها 2 سال قبل موفق میشه، 2 سال 3 سال نه 3 سال قبل مثلا موفق میشه که در محل یک فتوکپی از تمام این اسناد به دست بیاره. بله. به دست. حالا چه جوری به دست میاره؟ حالا اینو میگم، اینا زیاد به این اسناد، برای این اسناد اهمیتی قائل نبودن این حکومت فعلی،
این است که اون مأمور مربوط هم خب دیده که افرادی اینو میخوان، شاید مثلا یه چیزی هم گیرون میاد و به هر حال اینا رو فتوکپی میکنن در 100 صفحه همه و میدن بهشون و ایشون اینا الان در مؤسسه‌ای هست به نام خادمی در یونیورسیتی آف استنفورد. اونجا ضبطه، یعنی اون فتوکپی ها اصلی ضبطه. برای من یک فتوکپی از روی اون تهیه کردن آوردن اینجا 100 صفحه است. بنده این 100 صفحه رو 1 ماه طول کشید تا بخونم، برای اینکه بسیاری از اینها دستخطیه و با اصطلاحات دادگاهی و خیلی مفصل و ریزه و از توی اونها من همه رو خوندم و بعد اون چیزایی که لازم بود بیرون آوردم. نتیجه گیریتون چی بود بعد از خوندن این نتیجه گیری این بود که اینها حکومت نظامی دادگاهش میخواسته این 3 نفر رو که اسم و اینا همش هم هست که کی بوده چی بوده فلان و اینا رو محاکمه کنه و اینا هیچ دفاعی هم نداشتن. یعنی خیلی مشخص بوده که اینا رفتن اونجا و ایشونو کشتن. ولی کمیسیون خرابکاری ضد خرابکاری فشار آورد این کارو نکنید. در نتیجه همه چی مونده انقلاب شده. بعد از انقلاب هم همطور بوده. بعد از انقلاب دادگاه اسلامی آمده به این موضوع رسیدگی کنه. 6 سال بعد 5 سال 6 سال بعد از انقلاب پرونده رو گرفته. پرونده گفته ایشون بهایی رو باید تمام اموالش رو مصادره کرد. این اصلا قانون اینطوری به نظر میاد که قانون فعلی در ایران اینه که هر شخصی که مشخص بشه که بهایی هست این رو باید اموالش رو مصادره کرد. حالا البته اموال همه رو مصادره نکردن عملا، ولی هر جایی که لازم بوده این قانون هست و مصادره کرد. اموالشون رو مصادره میکنه. اما در مورد پرونده دیگر بازپرس انقلاب میگه که مینویسه میگه من این رو مطالعه کردم دقیقاً خب معلومه و این خودکشی نیست، این قتل. ولی قتل چون اهل ذمه یعنی میگن صاحب دم یعنی صاحب خون. یعنی چون صاحبان خون نیامدن شرکت بکنن، نیامدن شکایت بکنن و ما این پرونده رو نمیتونیم به جریان بندازیم مگر اینکه صاحبان خون بیان شکایت بکنن و ما اون وقت این رو به جریان میاندازیم و معتقدیم که قتله و اون وقت این رو رسیدگی میکنیم. الان این پرونده بازه، به قول انگلیسی ها is open، یعنی این پرونده همچنان مفتوحه برای اینکه یه روزی نوشتن. من اون سندم اینجا من چاپ کردم، من از 100 سند فقط 5-6 تاشو اینجا چاپ کردم آوردم، ولی همین 5-6 صفحه نشون میده. نوشتن که ما منتظریم که هر وقتی اهل دم آمدن، صاحبان دم آمدن و شکایت کردن، اون وقت طبق قانون رسیدگی بشه. خب 2 سوال اینجا من برام مطرحه. یکی این که به صاحبان دم اشاره کردید، موقعی که این اتفاق میفته آیا همسر تیمسار خادمی یا یکی از فرزندانش تو خونه بودن؟ بله، خانمش در خانه. خب خانمشون چی گفتن در مورد این اونجا اتفاق؟ هست خانمشون. میشه شما باز بکنید؟ بله به طور خلاصه. خانمشون میگوین که من آمدم تو حیاط، میخواستم با شوهرم بریم به خود قدم بزنیم. آمدم تو حیاط دیدم گماشته های ما 2 تا